بخشنده مهربان، بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان. بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الله تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الله بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. چه خوش روزی بود روز جدایی، اگر با وی نباشد بیوفایی. اگرچه سخت باشد فرقت یار، در او شیرین بود امید دیدار. با هزاران درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الله رو شاکریم و سپاسگزار از اینکه یک بار دیگر این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا در خدمت شما خوبان و مهربانان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. برنامه‌ای که به دلگفته ها و دلهره ها و دلخواسته های شما عزیزان میپردازد و سفره است برای دل شما مهربانان تا ما هم شریک باشیم در غم‌های شما، در شادی‌های شما، در خواسته‌های شما و الله تعالی رو خواهانیم تا باز هم این توفیقش رو مستدام داشته باشه تا بتونیم همچنان در خدمت شما خوبان و مهربانان باشیم. درباره بازگشت، درباره دوباره شروع کردن، درباره از سر گرفتن، درباره یک زندگی جدید بارها شنیدیم و بارها شاید خودمون هم تجربه کردیم. بازگشت معنای بسیار شیرینی است. بازگشت طعمش همون قدر که رفتن و فراق تلخه، در مقابل بازگشت شیرین و لذت بخش. امروز میخوایم با شما عزیزان و مهربانان درباره بازگشت صحبت کنیم. بازگشتن. میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و این افتخار رو داریم که این بار در استودیو میزبان این بزرگوار هستیم. کارشناس همیشگی برنامه ما و شما سفره دل، استاد بزرگوار جناب دکتر نور محمد عمرا. جناب دکتر خیلی مقدم عرض میکنم حضور شما رو به برنامه خودتون سفره دل، صحبت ابتدایی شما در بازگشت جدید با بینندگان. بنده هم خدمت شما و دستاندرکاران برنامه و به خصوص جوانان پرشور و نشاط کنترل عرض ادب و سلام دارم و از اینکه منت نهادید و این فرصت رو به من دادید تا در خدمت بینندگان عزیز باشم و از نزدیکتر با هم گپشپی داشته باشیم کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که بتونیم با هم بازگشتی جدید رو با بینندگان عزیز داشته باشیم. حقیقتش بنده هم مثل خیلی از بینندگان که در تماس بودیم از این غیبت صغرای شما یه مقداری دلهره داشتم که چی شد، تا اینکه حمد الهی بر این بود، خواست پروردگار بود که فرصتی بیابم و بیام خدمت برسم، از نزدیک ببینم که چه دسته گلی به آب دادید. وقتی اینجا اومدم و جوانای پرنشاط رو دیدم، به خصوص این جوانای با همت، نمیگم جوانا بلکه نوجوانهای با همت کنترل، اصلا باورم نمیشد که این برنامه و این زحمت‌های پرشور و نشاط شما رو جوانها یا نوجوانهایی به عمر گل سرخ اداره میکنن. وقتی اومدم اینجا حقیقتش احساس خجالت کشیدم و خودم احساس کردم که واقعا در این امت چه خیری است که جوانها یا نوجوانهایی 17 ساله 18 ساله میتونن یک حرکت دعوی و یک پروژه ساختاری رو رهبریت کنن. پس من از همینجا عرض ادب و سلام و احترام دارم به خصوص بر جوانها یا نوجوانهای اتاق کنترل و همه دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و از شما که این فرصت رو به من دادید هم کمال تشکر و سپاسگزاری رو در خدمت شما. خیلی ممنونم جناب دکتر. حقیقتا
سرخی دستگل‌های عزیز که کنار ما هست به برکت سبزی وجود شما بزرگواران در برنامه. و همونجوری که پیشتر اشاره کردیم جناب دکتر، به هر حال انسان وقتی که در یک فرصتی، یک فاصله زمانی دور میشه از یک چیزی، از یک خواسته‌ای، از چیزی که دوستش داره و از به هر حال دلبستگی‌های خودش، از اون چیزهایی که با اونها زندگی میکنه، از اون چیزهایی که با اونها باور داره، از اون چیزهایی که در راستای اون تلاش میکنه، از اون اهدافی که به خاطر اون زندگی میکنه، وقتی که فاصله میگیره، وقتی که دور میشه، حالا به هر دلیلی، یا کوتاهی خودش، یا شرایط اجبار زمانه، یا به هر حال شرایط زندگی انسان رو مجبور میکنه پیچ و خم و فراز نشیب زندگی که انسان گهگداری دچار تحولات بشه، خواسته یا ناخواسته. بعد از اون دوباره وقتی که میخواد برگرده، بعضی گردنه ها هست برای برگشتن، بعضی به هر حال دست اندازها به تعبیر خودمونی تر و ساده تر سر راه ها وجود داره و شاید انسان اصلا ندونه که از کجا باید شروع بکنه، از کجا باید آغاز بکنه بازگشتش رو. اگه بخواد دوباره یه زندگی جدید برای خودش شروع بکنه، اگر بخواد دوباره از نو متولد بشه، از کجا باید بازگشت؟ من نوعی میخوام برگردم، میخوام یک تحولی در زندگی ایجاد بکنم، میخوام کلا نو بشم، تازه بشم، میخوام یک انسان جدید بشم، از کجا باید شروع بکنم؟ واقعا مفهوم تازه شدن و انسان جدید شدن یا تولد دوباره یه مفهوم بسیار شیوا و زیبایی است که ما این رو در آموزه های دینیمون خیلی پررنگ داریم. میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما اشاره میکنن که آقا اگر رفتی عمره یا رفتی حج یا رمضان اومد یا حتی جمعه تا جمعه، اینا همش یک نوع تحولات و تغییراتی در زندگی فرد میاره. بازگشت یعنی چی؟ یعنی اینی که من و شما از هم دور بودیم، یه مقداری فاصله داشتیم و میخواییم برگردیم. یعنی یک گذشته‌ای بود، یک حالی هست، یک آینده‌ای رو میخواییم بسازیم. گذشته‌ای بود که با هم بودیم، حالی هست که الان میخواییم به هم برسیم، شوقی هست، دیداری میخواییم به اصطلاح تازه کنیم و آینده‌ای که میخوام در کنار هم بسازیم. الان اون طرفی که من میخوام به سوش باز بگردم کی هست؟ الان مثلا من از همینجا یک ادای احترام میکنم مثلا به والده گرامی شما. الان چند مدتی بود که دلهوره داشت که این پسرم کجا رفت، تو برنامه زنده نیست، الان پشت تلویزیون نشسته و داره شما رو از نزدیک میبینه در برنامه زنده. یعنی یه بازگشتی شد، یه شوقی شد. اما این شوق بر کجا اومد؟ از کجا اومد؟ این شوق اومد بعد از اینی که شما از هم دور بودید و نزدیک. در عین حال شما در قلبتون مادر عزیزتون رو دارید و ایشون هم شما رو داشتن. اما یک کسی هست که باز از شما یه مقدار دور هست. دوستی بود، روزایی که همبازی‌های شما تو تهران مثلا ایام کودکی، خب شما هنوز هم اونا رو به خاطر دارید، میخواید که به هم برسید. اما خب اون دوست رفت فرانسه، شما رفتید نمیدونم در پی آموزش‌های دینی. الان یه دلهره‌ای هست که آیا اون دوست من به همون صفا و صمیمیت قدیم هست یا نه خودش رو باخته؟ آیا ما دوباره میتونیم همون صفا و صمیمیت قدیم رو داشته باشیم یا نه؟ یکی دیگه هست که نه، بقال سر خیابون بود، بازم شما میخواید ببینیدش، به هر حال اون قدیما میرفتید ازش پفک میخریدید، زیاد برات مهم نیست، همین که بری ببینیش، سلامی عرض کنی، یه روبوسی بکنی، به هر حال یه بازگشتی شد. خاطرات خودم زنده میشه. خاطرات زنده میشه، یک نوع تغییر و تحولات به هر حال عاطفی به وجود میاد. الان تصور کنید که ما تو بهشت بودیم، ما با خدامون بودیم، تو بهشت بودیم، ما به هر حال تاریخی داریم، تاریخمون برمیگرده به پدرمون آدم علیه السلام. یک به هر حال تقدیر الهی بر این رفت که آدم علیه السلام، خب خواست خدا همون بود، خداوند ما رو واسه آبادانی زمین خلق کرده بود که ما بیاییم به زمین. یک اشتباهی صورت گرفت، معذرت خواهی شد، بعد هم این سلسله تاریخ داره پیش میره. خداوند از ما پرسید الستو بربکم، ما هم خیلی قرط ایستادیم گفتیم بله یا الله، شما پروردگار ما هستید.
الان این گذشته ماست. بعد تغییر و تحولاتی در زندگی به وجود میاد، ما میبینیم که از این اساس و اصل خودمون فاصله گرفتیم. الان چیکار میکنیم؟ میبینیم که یه جای خالی هست، یه جایی از کنار خداست، ما میخوایم پیش خدا بریم، برگردیم به همون اصل خودمون. همینی که ما تصمیم میگیریم برگردیم، برنامه ریزی میکنیم برای بازگشت، شوق و علاقه داریم که برگردیم همون گذشته خودمون رو داشته باشیم، کنار خدامون باشیم. این اراده و خوبی این یک برنامه‌ای است که ما به اصطلاح یک تصوراتی است که ما در خودمون اینا رو بارورش میکنیم. این بدایت یا پله اول بازگشت است. ما از اینجا میتونیم شروع کنیم، همینی که بخوایم. وقتی که خواستیم بعد میایم تصمیم میگیریم چی کار کنیم. سد راه‌ها چی بود؟ چی چیز باعث شد که ما از خدامون دور بشیم؟ اونا رو یکی یکی داریم میبینیم. دیروز همون حرکت‌ها رو انجام میدادیم، اما توی فضایی بودیم، فضای گناه، فضای لغزش، فضایی بود که خودمون رو گم کرده بودیم. الان اومدیم نه، فکر میکنیم نه ما داریم این راهی که ما میریم درست نیست، اهدنا الصراط المستقیم نیست، ما از صراط مستقیم فاصله گرفتیم. الان میخوایم برگردیم به همون صراط مستقیم. چه چیزایی ما رو دور کرد؟ چه چیزایی باعث شد که ما فاصله بگیریم؟ اینا رو میایم یکی یکی از سر راهمون کنار میزنیم و برمیگردیم به جای اولیمون. یعنی اول پشیمون میشیم که عجب، من خیلی اشتباه کردم، این راهی که من میرم درست نیست، من دارم از هدفم دور میشم، دارم از خدام دور میشم. پشیمون که شدم میام توبه میکنم، برمیگردم. توبه میکنم یعنی برمیگردم به اون جایی که باید برسم. چون دکتر این پشیمانی رو حالا حتما باید یک ملامت درونی باشه، یا بعضی وقتا من نوعی دچار یک بحران میشم، من خودم رو گم میکنم، ناراحتم، پریشانم، نگرانم، مضطربم. حتما باید این ملامت در درون من به وجود بیاد یا نه اون حس و حال هم خودش دلالت بر این پشیمانی است؟ خب من چرا پشیمونم؟ من چرا مضطربم؟ مضطربم یعنی این انعکاس داخلی وجودی منه. من داخل وجود خودم رو دارم سرزنش میکنم. خب این سرزنش منو به کجا خواهد کشید؟ یعنی مثل این که من یه شلاق برداشتم، هی خودم رو میزنم، هی تو سر خودم میزنم که های من چه اشتباهی کردم، من کجا دارم میرم. این خیلی منو زجر میده، همون عذاب وجدانه، همون صدای درون ضمیره که منو داره شلاق میزنه. الان کسی که خداشو نشناخته اینقدر خودشو شلاق میزنه که آخر مایوس میشه، ناامید میشه، مضطرب میشه، پریشان میشه، خودشو آخر داغون میکنه، از بین میره، تلف میشه. اما اونی که خداشو داره نه، یه پناهگاه بزرگ داره. اینجاست که میگه که خب من گناه هم بزرگه، بله بزرگه، اما کرم و سخاوت خدام از گناه من بزرگتره. من یه خدای بزرگی دارم که هرچه من گناه کنم خدا از من در میگذره. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم روی تصویر زیبایی از گویش بین خدا و بندش که بنده میگه که بار الها من گناهی کردم، منو ببخش. البته بعد از همون پشیمانی، نه اینی که بیاد سبحه بر دست، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه که حتی همین سبحه هم بخندد از معصیت، بخندد از استغفار ما. این که نشد توبه. همونی که خودش رو ملامت کرد فهمید الان میخواد برگرده پیش خداش، توبه میکنه. خدای من برگشتم، منو قبول کن. خداوند در بین فرشتگان میفرمایند که ببینید بنده من لغزشی کرد، فهمید که غیر از من هیچ کس رو نداره، الان برگشته به سوی من. ای ملائکه، ای فرشتگان، شما گواه باشید که من از بندم درگذشتم. باز چند روز بعد، چند مدتی بعد، بنده از انسان خوب. همین توبه ما رو با خودمون آشنا میکنه که ما انسانیم. بعد میاد همون گناه رو باز تکرار میکنه، باز پشیمون میشه، میاد یا رب منو ببخش، اشک زاری میریزه در سجاده عبادت و از خداش میخواد که ببخشدش.
باز خداوند به فرشتگان میگه که ببینید بنده من گناه کرد، لغزش کرد، طبیعت بندگیش بود، الان فهمید که هیچ کسی غیر از منو نداره، کسی غیر از من گناهش رو نمیبخشه، باز اومد پیش من، شما گواه باشید که من ازش درگذشتم. تکرار میکنه، باز خداوند در میگذره. بعد آخرش خداوند میگه که ای بنده من برو که من از تو درگذشتم. هر کاری از بنده سر بزنه باز رحمت الهی وسعتش بیشتر از بزرگی گناه بنده است. هر چه گناه بنده باشه با یک رحمت الهی عفو میشه. البته اگه شما اجازه بدید یک گویش زیبایی است باز بین بنده و خدا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی از احادیث قیامت برای ما نقل کردن که در اون خداوند بندش رو ملامت میکنه، یادآوریش میکنه که ای بنده من یادت هست فلان کار کردی، به فلانی بد گفتی، فلانی چپ نگاه کردی، گناههای کوچیک کوچیکی که از بنده سر زده بود حالا فراموشش کرده و الان خداوند یادآوریش میکنه. بنده هم که خب شرمنده است سرش رو انداخته پایین میگه بله یا خدا، بله یادم میاد صحیفه اعمال است دیگه، حالا نمیتونه انکار کنه، مال خودشه. اینجا خداوند میگه که خب برو که من از تو درگذشتم، همه این بدی هایی که کردی اینا رو واسط نیکی کردم. خب بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که این روایت رو تعریف میکنن خندیدن، گفتن یا رسول الله چی؟ میگه که ببین بنده بعدن چی کار میکنه. بنده وقتی دید که ای بابا چی فرصتی، اما خب اون گناه های بزرگی که من کردم اونا رو خداوند یادآوری من نکرد، اینو همین کوچیک ها بود که من انجام داده بودم و اینو خب نیکی شد. ببین چقدر اجر به من رسید، اون بزرگا رو بگم. بعد گفت خدایا من گناه های دیگه هم داشتم و دزدی هم کرده بودم، فلان کرده بودم، این گناه های کبیره‌ای که انجام داده بود اونا رو هم میاره که به هر حال دیگه الان که تبدیل نیکی میشه اونا بیاد سنگین‌تر شه. بله دیگه. ببین رابطه بنده و خدا این رابطه است، یعنی رابطه صمیمیتر و لطیفتر از رابطه بچه و مادرش. وقتی که پسری کودکی از مادرش یه مقداری دلخور میشه، مادرش ازش عصبانی میشه، کار بدی صورت گرفته، گریه که میکنه، معذرت خواهی میخواد بکنه، کجا فرار میکنه؟ میدوه میره تو آغوش مادرش. اشتباه رو در حق مادر کرده، میدوه به طرف مادر. رابطه بنده با پروردگارش همینه. در حق خداوند اشتباهی ازش صورت گرفته، کوتاهی کرده، حالا کجا بره؟ هر جا بره خدا هست، جای فراری نداره. جای فرارش کجاست؟ به سوی خدا. از خدا به خدا، از خدا به سوی خدا برمیگرده که از غضبش به رحمت. بله، از خشم و غضب الهی به رحمت و مغفرت پروردگار. جناب دکتر شما اشاره فرمودید به مقوله توبه و اینکه به هر حال مرحله اولش اینه که انسان در دلش احساس پشیمانی بکنه. غالبا پشیمانی همراهی با عذرخواهی است. میتونیم بگیم توبه یعنی عذرخواهی یا نه معنا مفهومش فراتر از این؟ مفهوم توبه بیشتر از عذرخواهی است. عذرخواهی یعنی چی؟ یعنی من یک شانه خالی کردم، یعنی یک مسئولیت رو پذیرفتم، بله من اشتباهی از من سر زده بود، الان ببخشید. چیزی دیگه نمیتونم بگم. ما چون غالبا اون چیزی که ما برداشت میکنیم امروز از توبه همین معنی عذرخواهیه. یعنی خب فلانی گناه کردی توبه کن، یعنی چی؟ یعنی برو پیش خدا سر بذار زمین یا دست بلند کن، خدایا من اشتباه کردم ببخشید. آفرین. وقتی ما میگیم عذرخواهی و بخشش یعنی همین که ببخشید، اما مفهوم توبه فراتر از این حرف است. وقتی قرآن میاد از توبه حرف میزنه، الا الذین آمنوا، وقتی که اینا که اومدن ایمان کردن، اینایی که برگشتن به سوی خدا، وقتی که توبه کردن، بعد اومدن چیکار کردن؟ ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن و
خداشون رو به دست آوردن. یعنی با توبه عمل صالح همیشه مقرونه در قرآن کریم. وقتی که الا من تاب و عمل صالح، الا من تاب و آمن و عمل صالح، یعنی توبه کرد، ایمانش رو یک آپدیت کرد، به زبان امروز یک وارسی کرد و کار نیکی انجام داد. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات و نیکوها گناهان رو پاک میکنه. یعنی هر عمل بدی کردی بعدش بیا یک کار خوب بکن. یک اشتباهی ازت سر زد، برو صدقه بده، سریع پاکش کن، نگذار سریع پاکش کن، گناه بمونه، اون اثر پلیدی بمونه اونجا، آلوده نکنه قلب. انسان هر گناهی ازش سر میزنه، گناه بدم سر میزنه، اما خب بنده خدایی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله شرمنده، خجالت، سرش افتاده بود پایین، یواش پیامبر رو یه گوشی گرفت، یا رسول الله من شرمنده‌ام، نمیدونم چیکار کنم. چیکار شد؟ یک اتفاق افتاد، دختره من یه بوس سرسری گرفتم، بعد پشیمون شدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که برو صدقه بده، برو این گناهی کردی فوراً شستشوش بده، نگذار که این گناه قلبتو سیاه کنه. صدقه دادن، کار خوب کردن، به پدر مادر رسیدن، به جامعه رسیدن، یک کار به هر حال مفیدی انجام دادن، که یک کاری که فقط و فقط هدف از اون کار کی باشه؟ چی باشه؟ خدا باشه، رسیدن به خدا باشه. اما عذرخواهی کیه؟ عذرخواهی وقتیه که انسان تو قیامت هست. قیامت که اومد دیگه اونجا جای توبه نیست. اونجا دیگه همونه که بنده میتونه بگه به اصطلاح معذرت میخوام، پوزش میطلبم، فرصت برای جبران نداره. بله دیگه اونجا فرصتی عمل صالح نیست، کار نیکی نمیتونه انجام بده، اونجاست که میتونه به اصطلاح عذرخواهی کنه. در این دنیا توبه همراه با تغییر و تحولات است در خود فرد. همونطور که اول گفتیم که گذشته است که من ازش پشیمون شدم، حالی است که من روی اون استقامت بر ایمان پیدا میکنم، آینده است که من اون رو میسازم. ایمان توبه کرد، ایمان است که استقرار بر مبادئ و مفاهیم دینی هست، ساختار و رابطه، درست کردن رابطه بین بنده و پروردگار. آینده است که من این رو با کار خوبم و فعالیت‌های مثبتم اون رو میسازم، که بیانگر اینه که من اصلاح شدم. واسه همینه که وقتی که کار خوب میکنی باید اون در شکل و شمایل ظاهر بشه. جوونی بود نمیدونم لاابالی، الان توبه میکنه، باید تو شکلش ما اینو ببینیم، تو صورتش ببینیم. چرا مثلا هی تأکید است بر این که مثلا محاسن زیبا داشته باشید، پوشش خوب داشته باشید؟ این پوشش و محاسن و شکل و قیافه انعکاس دهنده قلب انسان هست که در داخلش چی گذشت، چی میگذره. رفتارش باید، سلوکش باید به ما بگه که این عوض شده. اگه نگفت یعنی این که فقط حرفی بر دهان رانده که به اصطلاح من ببخشید خدایا معذرت میخوام، که این نشد. تو جناب دکتر اجازه بدیم یک کمی تو جزئیاتش بیشتر وارد بشیم و راحت‌تر ساده‌تر صحبت بکنیم. الفبای توبه رو فرمودید که اولین شرط توبه اینه که انسان بیاد و پشیمانی قلبی داشته باشه، یعنی از دل پشیمان بشه. خب مرحله دوم چیکار باید بکنه؟ ولی مرحله اول پشیمان شد در دلش نسبت به کارهایی که کرده، میخواد اصلاح بشه. بله، بعد اون کاری که میکنه و ازش پشیمان شده اونو ترکش میکنه. همون هر منکری که مرتکبش هست، هر چیزی که اون رو به اصطلاح الان دلهوره توش هست، ازش پشیمونه، احساس گناه میکنه، اون رو ترکش میکنه. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، یعنی ترک کردن هجرت به سوی خداست. هجرت هست به سوی خدا، ترک کردن اون گناهان، ترک کردن اون وضعیتی که توش هست و حرکت کردن به سوی خدا، که اولین فرصتش همینه که اون کار بدش رو، اون بدی که ازش صورت میگیره، اون گناه رو ترکش کنه. خب بعد از این که گناه رو ترک کرد، اینی که با خودش عزم و پیمان ببنده، قسم بخوره با خودش، عهد و پیمان ببنده که دوباره من این کار رو هرگز تکرار نخواهم کرد، که من هرگز این کار رو تکرار نمی کنم. چی میشه؟ یک حالت نفرتی از اون کار درش به وجود میاد.
وقتی میبینه دیگران اون فعل نادرست رو انجام میدن حالش به هم میخوره، احساس بدی بهش دست میده. منی که توبه کردم مثلا سیگار نکشم، وقتی که میبینه دیگران این کار رو میکنن نفرت پیدا میکنه، سعی میکنه اصلا مردم رو از این کار بد دور کنه. جناب دکتر احتمال داره خب هنوز اون حب نسبت به اون کار بد در دلش هنوز باشه و وسوسه هم بشه. پس او توبه نکرده، پشیمون نیست. تا وقتی که شما اون نفرت پیدا نکردی از اون کار بده، وقتی اون کار بد رو میکنی خودت احساس پوچی میکنی، احساس حقارت میکنی که من چطور میشه این نفرت ایجاد کرد؟ وقتی که من میخوام به طرف خدا برگردم، میخوام به خدام برسم، باید اون لذت و جایگاه با خدا بودن رو خودم احساس کنم. تا من احساس نکردم که من کار زشتی انجام میدم، من با این کارم از خدام دور میشم، من میخوام به خدام برسم، در کنار خدا بودن چه ارزش داره، چه لذتی داره واسه من هرگز کار بدمو ولش نمی کنم. وقتی که من فهمیدم که باید به سوی خدام برم، اون جای خالیمو کنار خدا دیدم، احساس کردم که باید برگردم، اینجا خب از اون کارم بدم میاد، از خودم متنفر میشم وقتی اون کارو انجام میدم. وقتی که هم ترکش کردم دلم به حال اونایی که همچین کارایی میکنن میسوزه. حالا ببینید کسایی که مثلا توبه کردن، یه گناهی داشتن، ازش دوری کردن و میان تو مسیر اصلاح افرادی که تو همون باطلاق افتادن، ببین چقدر فعالن. کسی که دیروز معتاد بود امروز اومده مثلا معتادا رو نجات میده از اون بلایی که توش هستن. کسی که دیروز سیگاری بود الان جایی که هست احساس میکنه کسی سیگار میکشه حالتش به هم میخوره. کسی که روابط نامشروع داشت با بیگانه احساس میکنه الان با نامحرم، الان کسایی که همچنین موریدی دارن دلش به حالشون میسوزه، میخواد که اینا رو از این منجلابی هستن نجات بده. کسی که رفتارش بد بود با خانوادهش، با خویشاش، به هر حال یک مشکلی داشت، الان اینو احساس کرد که خیلی بد بوده، اخلاقش بد بود، الان میخواد خودش رو اصلاح کنه، دلش میسوزه به حال اون کسی که همچین حالتی داره، میره سعی میکنه که مثلا اونو نجاتش بده از اون باطلاقی که توش هست. این مرحله سوم مثلا حرکت به سوی خداست. یعنی عزم رو جزم بکنه که دیگه هرگز این کار رو انجام نده. دقیقاً. اما اگر دوباره زمین خورد بعد از این عزمی که جزم کرد باز برمیگرده. این همین مفهوم توبه است و همینه که توبه رو خداوند متعال واسه ما یک نعمت بسیار بسیار بزرگی قرار داد. اگر توبه نمی بود چی میشد؟ بنده اگر راه بازگشت نمی داشت چیکار میکرد؟ ناامید میشن. اونایی که الان خودکشی میکنن، چرا آمار خودکشی در غرب زیاده؟ امید بازگشت نیست. امید بازگشت نیست. ناامید شده، خودش رو باخته. امید به انسان زندگی میده، امید به انسان اراده میده، امید باعث میشه که انسان حرکت کنه. اما کسی که این امید رو از دست داد خب دیگه خودش رو ضایع میکنه. اینه که خداوند متعال واسه ما این میدان رو گذاشته. گر 100 بار توبه شکستی باز، 100 بار نه 1000 بار، هر بار که توبه شکستی باز برمیگردی پیش خدا. چی؟ وقتی که انسان توبه میکنه یعنی اینی که خداش رو شناخته، یعنی اینی که اعتراف کرده که من نوعی انسانم، خودش رو هم شناخته. از الان خودش رو زیاد سرکوفت نمیزنه، بلکه به جای اینکه خودش رو سرکوفت بزنه فقط همون ندامت اون رو میکشه به سوی ارتقا و ترقی به سوی خدا، تلاش برای جبران. و این حرکتش اگه افتاد بازگشت باز شروع میکنه، بازگشت باز شروع میکنه به توبه و حتما خواهد رسید. مشکلی که پیش میاد احیانا جناب دکتر انسان وقتی عزم خودش رو جزم میکنه، شاید یک مناسبتی رو بهونه قرار میده، یک سفر عمره‌ای رو بهونه قرار میده، یک تلاوتی رو بهونه قرار میده، روزه‌ای رو بهونه قرار میده، نذری رو بهونه قرار میده تا خودش رو مجبور بکنه که به اون توبه‌ای که کرده پایبند باشه. اما به هر حال شیطان هم که دست بردار نیست، نفس هم که از همون اول در وجود انسان هست
وقتی دوباره انسان زمین میخوره و زخمی میشه، دست و بالش به هر حال پیکره ایمانش دوباره زخم برمیداره، دوباره میخواد بیاد شروع بکنه، شاید این دفعه زیاد اون روحیه‌ای رو که دفعه قبل داشت نداشته باشه. بعضی وقتا انسان وسوسه میشه، بابا تو که دیگه مرد این کارا نیستی، دفعه قبلم این حرفا رو زدی، از این شعارا دادی، نشد. الکی دلتو خوش نکن، الکی زیاد تلاش نکن، تو این کار نیستی. تو اگر میشم و یک دفعه میشد کاری بکنی برای خودت کرده بودی. با این وسوسه ها، با این به هر حال سوء ظن ها نسبت به مسیر، نسبت به شخصیت خود انسان چیکار باید کرد؟ چجوری میشه اینا رو حل کرد؟ چون غالبا این مشکلات پیش میاد. این مشکل رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم واسه ما حل کرد. اونم وقتی که اون گفتگویی که بین خدا و شیطان صورت گرفت رو برای ما نقل کرد. شیطان همچین فرصتی دستش داده بود. وقتی که از رحمت الهی رانده شد، قسم خورد که قسم به عزت و جلال تو ای پروردگار که من دستوردار نمیشم از این مردم. من اینها رو تا آخرین لحظه در پی گمراهیشون خواهم بود. خداوند متعال چی فرمودن؟ گفتن که بله، قسم به عزت و جلالم که من هم تا آخرین لحظه، تا آخرین وقتی که این انسان بیاد توبه کنه برگرده، من هم توبهشو قبول میکنم. پس این یک جنگ، یک نبرد بین بنده و شیطانی که میخواد اون رو گمراه کنه. شیطان تلاش میکنه، بنده هم تلاش میکنه و این بسیار اشتباهه که ما بیاییم توبهمون رو ببندیم به شاخ رمضان یا به عمره و حج که و انشالله میرم عمره توبه میکنم، میرم حج توبه میکنم، رمضان اومد انشالله این کار رو ترکش میکنم. ما همچی چیزی نداریم. بله رمضان کمک میکنه، یه فضایی ایمانی برات ایجاد میکنه که به هر حال شیطان نیست، وسوسه شیطان نیست، قدرت ایمان هست، میتونی بهتر حرکت کنی. عمره، حج به شما کمک میکنه که این قدرت‌های درونی تو بیشتر فعال کنی، انگیزه بازگشت رو در شما قوی تر میکنه. میشه اینا ازش کمک گرفت، اما نباید توبهمون رو ببندیم به شاخ رمضان. خب رمضان که رفت برمیگردی به حالت اول. از حج که برگشتیم، رفتی حج مار بودی، برگشتی اژدها شدی. خب این که نشد. اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه کار میکردن؟ هر روز استغفار میکردن و میفرمودن که در یک روز من توبه و استغفار شاید 70 مرتبه هم توبه و استغفار میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینی که توبه و استغفار یک رفرش میکنه، یک آپدیت میکنه. هی انسان خودش رو انگار که توبه و استغفار پله های ترقی و عروج به سوی کمال هست که انسان هیچ وقت یه جا وای نمیسه یا عقب نشینی نمیکنه. یه پله افتاد برمیگرده و این همیشه باید در ذهن انسان باشه. هی هر روز تکرار بشه، هر روز تجدیدش کنه. در ذهن و در به اصطلاح عقل باطنش همیشه حکایت بازگشت باشه. هر لحظه. فقط توبه که از گناه نیست. خب انسان این گناه کرد، از توبهش باز میگرده، اما خب کوتاهی کرد چی؟ کوتاهی در حق عبادتش، در حق خودش. و مرحله پایانی توبه هم اینه که حقوق باید ادا بشه. باید کسی که مثلا حق خدا بود حق خدا را اداش کن. توبه کردی، خب از کوتاهی که در نماز میکردی، از مثلا کوتاهی که در نوافل و سنن میکردی، توبه کردی. حق مردم که گرفتی چی؟ اون رو باید پس بدی. خداوند از حق خودش در میگذره، از حق بندهش که در نمیگذره. باید بنده در بگذره از حقش. بری ازش معذرت بخوایی که مالی ازش گرفتی برگردونی، دلش رو به دست بیاری. مرده است به صورتی براش صدقه بدی، خیرات بدی، دعا کنی و خودت رو از اون به اصطلاح مشکلی که هست در بیاری. خب این حق بنده شد. حق خودت چی؟ خودت هم رو خودت حق داری. همینی که خودت رو آوردی ذلیل کردی، حقیر کردی در گناه،
و باعث شدی که سرزنش بدی، الان اون لذت طاعت رو باید در خودت برآورده کنی. بیای کاری بکنی که این نفسی که باش شلاق زدی تو سرش، خوردیش کردی، این رو بیایی که احساس به وجود کنه، احساس کنه که من نوعی بعد از اینکه این کار بدو کردم کار خوبی هم کردم. این زشتی بد وقتی که اون رو به خودش، اون تلخی بد رو وقتی به خودت تزریق کردی، حالا بیا لذت کار خوب رو هم به خودت تزریق کن. لذت ایمان رو هم بذار که خودت لذت ایمان رو بچشی، خودت احساس کنی که بنده خدا هستی، خودت خدات رو بشناسی، خودت رو آماده کنی که در کنار خدات باشی. خیلی ممنونم جناب دکتر. واقعا این چیزی که شما فرمودید حتما بسیاری از ماها و بینندگان عزیزم تجربه کردن این جریان رو. بعضی پوزش ما لحظاتی رو در زندگی داشتیم حتما که در اون لحظات واقعا احساس آرامش کردیم، به معنای واقعی از عبادت‌های خودمون لذت بردیم، از اینکه نسبت به کسی اگر کوتاهی کرده بودیم و رفتیم حلالیت طلبیدیم و حقش رو ادا کردیم، بعد از اون یک احساس آرامش عجیبی به ما دست داده. بسیاری از ماها در زندگیمون لحظاتی رو گذراندیم که دوست داریم اون لحظات تکرار بشه. ما دوره‌ای رو گذراندیم که اون دوره در آرامش بودیم، لذت می‌بردیم از این که نسبت داریم با الله متعال، از این که بنده اون هستیم و از این که دوست داریم عبادت بکنیم و میتونیم اون تجارب رو تکرار بکنیم، میتونیم دوباره همون زندگی رو داشته باشیم. آیا کسی هست که اگر از اون پرسیده بشه نظرت چیه درباره توبه، اگر توبه بکنی آیا الله تعالی تو رو میبخشه یا نه، جواب بده که نه؟ آیا کسی هست، مسلمانی هست که چون این صحبتی رو بکنه در حالی که میدونه که الله متعال بیشتر از پدر، مادر و عزیزترین دوستان زندگی انسان رو دوست داره؟ میان برنامه رو با هم میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع. با ما باشید. حسرات قلبي وكم ذا تمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي، وأعلم أنك تغفر ذنبي، وأعلم أنك تستر عيبي، ولكنني نادم يا إلهي أكاد أنوم بحسرات قلبي وكم ذا تمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي، ويسجد دمعي ويروي الثرى وتضرع روحي لرب الورى، عبيدا عصاك وها قد دعاك بدمع الأسى خده عفرا، ويسجد دمعي ويروي الثرى وتضرع روحي لرب الورى، عبيدا عصاك قد دعاك بدمع الأسى خده عفرا، بدمع الأسى خده عفرا، وأعلم أنك تغفر ذنبي، وأعلم أنك تستر عيبي، ولكنني نادم يا إلهي أكاد أنوم بحسرات قلبي وكم ذا تمنيت
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق و راستین فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غالب و پیروز بگرداند، اگرچه برای مشرکان ناخوشایند باشد. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. عزیزانی که دوست دارن با ما مشارکت داشته باشن در این برنامه میتونن از طریق پیامک برنامه که دوستان شما را زیرنویس خواهند کرد براتون و از طریق فیسبوک برنامه پیاماتون رو برای ما ارسال بکنید. انشاءالله در خلال برنامه مطرح خواهد شد. جناب دکتر، شما فرمودید که ما در مراحل توبه، یعنی به اصطلاح تعبیر ساده‌تر شروط توبه، پشیمانی و به هر حال تصمیم برای ترک گناه، ترک کردن اون گناه و عزم رو جذب کردن بر عدم تکرار اون گناه و حالا بحث حقوق دیگر. در میان این مباحثی که مطرح شد حال چند تا سوال پیش میاد. در این بحث که الله تعالی به هر حال رحمتش و بخششش بیکران هست، تردیدی نیست. اما بعضی گناهان هم گناهانی است که انسان واقعا وقتی که نگاه میکنه این سادگی نمیتونه اونها رو فراموش بکنه. مسئله مثل قتل نفس، کشتن یک نفر، کسی که شاید خدایی نکرده در زندگی به عمد که رفته و اشتباهی مرتکب شده و کسی رو کشته، آیا امیدی برای توبه این هست؟ این شخص میتونه امیدوار باشه به توبه خودش؟ چون بحث آخری که شما مطرح فرمودید بحث حقوق دیگران و یک نفری رو کشته و یک انسانی رو کشته و این انسان از دنیا رفته و حالا این چه کار باید بکنه؟
آیا امیدی هست؟ شاید تنها یک نفر، دو نفر، عده زیادی رو کشته باشه. وقتی که همچین دروازه‌ای برای این باز باشه که به هر حال توبه بکنه، برای بقیه به طریق اولا باز خواهد بود. بله، انسان به هر حال ازش گناهانی سر میزنه، لغزش هایی سر میزنه. به هر حال انسان هست و همین که شناخت انسانیت خودش یک مبحث زیبایی است که ما بدونیم که ما انسانیم، فرشته نیستیم، معصوم نیستیم، از ما خطا و گناه و لغزش سر میزنه. حالا انسانی است که به هر حال اون دادگاه الهی جای خودش هست، اما در این دنیا نباید بزرگی گناه ما رو از رحمت الهی ناامید کنه. اون حسن ظن بنده باید همیشه با خداش باشه، هیچ وقت به خداش بدظن و بدگمان نشه که خداوند منو نخواهد بخشید، یا از من بیزاره، یا من بدبختم. بدبختی و خوشبختی من نوعی دست خود من هست. خداوند این فضا رو به من میده. من میخوام برگردم، هیچ وقت دروازه پروردگار به روی من بسته نخواهد بود. همیشه خداوند منو میخواد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر شما به طرف خدا یک قدم بزنید، خداوند به طرف شما بیشتر میاد و خداوند از توبه بندش خوشحال میشه. اینی که بنده برگشت، خدا خوشحال میشه، هرچند گناهش زیاد باشه، هرچند کار به اصطلاح. در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک حدیث بسیار زیبایی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از گذشتگان واسه ما نقل میفرمایند. در این حدیث هست که انسانی، مردی بود قلتاب و قلدر و بدجنس، آدم کش، این بنده خدا 99 تا انسان رو کشته بود. 99 انسان رو بیگناه کشته بود. اما خب باز این قلب سیاش یه جایی، یک در اثری، در یک نقطه سفیدی بود، یک به اصطلاح زیبایی در این بروز کرد. یه به هر حال یه چیزی شد که این به خودش برگشت، با خودش نشست، گفت که من میخوام به کجا برم؟ این راهی که من میرم مسیرم کجاست؟ آخه من چرا انسان بکشم؟ خب الان خودش هم احساس میکرد که چه گناه بزرگی رو مرتکب شده. گفت که خب آیا من راه برگشتی برای من هست؟ آیا من میتونم برگردم پیش خدا؟ خب باید از کسی بپرسه. پرسید این ور اون ور که من پیش کی برم؟ گفتن اونجا یه بنده خدایی هست، راهبی هست، انسان با تقوایی است، از دنیا خودشو کنده، در یک گوشه ای رفته مشغول عبادت هست، برو از این بپرس. این بنده خدا رفت، دیگه بنده خدایی تو کوها مشغول عبادت هست، از جامعه خودش رو بریده. خب افرادی که از جامعه بریدن یعنی چی؟ یعنی همینی که در یک فضای بدور از دیگران زندگی کردن، خودش رو مغرور میگیره که من به اصطلاح عابدم، من خیلی آدم بزرگی هستم، من پیش خدام عزیزم. همین احساس خود کردن و مغرور بودن انسان رو پیش خدا حقیر میکنه که من خیلی آدم خوبی هستم. این که خودت رو پیش خدا بزرگ کنی خیلی بده، همونطور که خوبه که خودت رو خیلی حقیر و ناچیز بدونی در مقابل پروردگارت که لذت بندگی رو ببری. رفت پیش این بنده خدا، گفت که من همچین مشکلی دارم. گفت چی گفتی؟ گفت 99 تا انسان کشتم. 99 تا؟ تو اگه یه انسان میکشتی، این در مقابل خدا مثل این که همه بشریت رو بکشی. تو بشریت رو 99 بار کشتی، راه برگشتی پیش تو نیست. آقا تو قعر جهنمی. این بنده خدا که با یک امید و آرزوهایی رفته بود، خب به هر حال طبیعتش بود یا عادت کرده بود به آدم کشی مثل آب خوردن بود واسش، همون چیزشو بس خنجرشو برداشت و همین بنده خدا رو هم کشت. ناامید شده بود، گفت حالا که من تو جهنم میرم بذار که بیشتر برم. یه آدم دیگه هم کشت، شد 100 تا.
بعد چند روز بعد با خودش نشست، ای بابا این بنده خدا که چیزی نگفته بود من، به هر حال یه چیزی میدونست، به هر حال حتما به من گفته بود، اما من چیکار کنم؟ آیا ممکنه که من برگردم پیش خودم؟ نگران از آخرت. نگران، همین مرحله اولی پشیمانی و اینی که میخواد که از این کار زشت، از خودش از این کار زشت نفرت پیدا کرده، میدونه که این کار بدی است، باید ازش جدا بشم. باز حرکت کرد به سوی ترک، رفت پیش مردم، پرسید که آقا من گناهی کردم، پیش کی برم که جوابم بده، که آیا بازگشتی هست برای من؟ گفتن که برو فلان جا یک آدم عالمی هست. فرق عالم و عابد بدون علم همینه، برو از ایشون بپرس. ایشون رفت دید بله یک استادی هست اهل علم و دانش، رفت از ایشون پرسید که بله من گناه کردم، 100 تا انسان رو کشتم، آیا من میتونم برگردم پیش خودم توبه کنم؟ اونم گفت که کیه که جلوی شما رو بگیره؟ این رابطه تو است با خدات. در رابطه انسان با خداش هیچ که وجود نداره، نه پیغمبری، نه بزرگی، نه ولی، نه نمیدونم کشیشی. حالا مثلا ببینیم در غرب مردم میرن پیش کشیشه، همونجا پول پرداخت میکنن، میگن که آقا ما همچین غلطی از ما سر زده، همچین اشتباهی کردیم، همچین گناهی کردیم. اون هم میگه که خب حالا که اینطور شد باید اینقدر پول پرداخت کنید تا ببخشمت. اینجا خود اون مردم هم میدونن که این مردی که داره دروغ میگه، اما میخوان که یک مقداری ضمیر خودشون رو گول بزنن، عذاب وجدانشون میخوان راحت بشن که نمیشن. اگه راحت میشدن که خودکشی نمیکردن. این آمار بلنده خودکشی در کشورهای غربی نتیجه چی هست؟ همه اینا رفتن پیش اون کشیشه، همشون رفتن پولم پرداخت کردن، اما وقتی میان میبینن که ای بابا این کشیشه، این آخونده ما رو گول زد، هم پولمون رو برد، هم گفت آقا برید پیش قبر نمیدونم پول پرداخت کنید، برید پیش نمیدونم امامزاده فلانی پول بدید که گناهتون بخشیده بشه، رفتی هم پولمون رو برد، هم گناهمون موند و هم عذاب وجدانمون داریم. این بنده خدا بهش گفت نه آقا، بین شما و خدات هیچ فاصله ای نیست، توبه کن و خدا من توبه تو رو میپذیره. اما یه نصیحت بهش کرد، گفت ببین شما در یک فضایی زندگی میکنید، در یک جایی زندگی میکنید که هر چیز اینجا شما رو یادآور اون بدیهات میکنه. اون انسانایی که باش هستی، دوستایی که باشون رفت و آمد داری، نمیدونم همون جامعه‌ای که هستی، همه تو رو به عنوان یک انسان بدجنس میشناسند، یک انسان قارتاق و به اصطلاح وقتی با تو رفتار میکنن، خب این تو مد نظر دارن که تو انسان بدجنسی هستی، احتمال داره هر وقت اونا رو بکشی. شما از این جامعه، از این فضا برو بیرون، برو فلان جا، این شهری هست اونجا کسی شما رو نمیشناسه، اونجا برو این سیمای جدید تو به نمایش بذار، با افراد خوب رفت و آمد داشته باش، کارهای خوب بکن، کسی دیگه الان اونجا تو رو به عنوان یک انسان پست، یک انسان آدم کش نمیشناسه، برو اونجا خوب باش. اینم دید بله واقعا حرف همین است، گفت چشم. الان گریان و زاری میکنه پیش خداش و دعا میکنه و از اونجا حرکت کرد به اون شهر دیگه. معطل نشد، نرفت به اصطلاح تصمیم بگیره فلان کنه، نه خیر، هدف رو دید حرکت کرد. خب در مسیر راه که میرفت اجلش سر رسید، وفات کرد. هنوز نرسیده به مقصد، هنوز به مقصد نرسیده است. الان یعنی هنوز نرفته به اون هدفش نرسیده، فقط نیت کرده برای توبه، نیت توبه کرد، حرکت کرد، حرکت هم کرد، عزیمتش رو به جا گذاشت، کار بد رو ترک کرد، میخواد الان کار نیک انجام بده. شروع کرد، در راه است. خب اجلش سر رسید. خب اگه این خدا میدونه که اگر این میرفت اونجا میرسید واقعا انسان درستی میشون، یه تصمیم گرفته بود واقعا صفحه قدیمش رو پاک میکرد، در همین راه خب وفات کرد. این رو خداوند متعال برای ما یک مثال میزنه. خداوند از حال این آگاه هست، اما خب فرشتگان هم مأموریت دارن. فرشتگان
بهشت اومدن که این رو ببرن به بهشت. انسانی است توبه کرده، خودش رو شسته، ببین چقدر پیش خداش عزیز شده، داره میره پیش خداش، باید اینو ببریم به بهشت. فرشتگان جهنم اونا هم با دفترهای قطور سر رسیدن. 100 انسان کشته. خب هر یکی به اندازه قتل بشریت. این بخشی از گناهاشه. این بخشی از گناهاشه. حالا چیای دیگه هم کرده خدا میدونه. خب اومدن اینجا، اینا گفتن که آقا این ما باید ببریمش بهشت، اونا گفتن نه این رو ما باید ببریم به جهنم. در این اثنای بگو مگو که آقا چی کنیم چه نکنیم، این حق ماست و اونو میگه که آقا این وظیفه ماست که ما اینو باید ببریم، مسئولیتش با ماست. در این اثنا خداوند متعال فرشته ای رو به شکل انسان فرستاد از اونجا که بره بین اینا داوری کن. اینا با هم دیدن بنده خدایی میاد، گفتن آقا بیا داوری کنیم بین خودمون. خب این فرشته رو ازش پرسیدن این بنده خدا رو که جناب مشکلی داریم، شما بیایید یه چیزی بگید، مشکل شما چیه؟ اونا گفتن بابا این بنده خدا توبه کرده، خب خدا ازش درگذشته، بخشیدش، اینجاش بهشته، گناهاش پاک شد، تموم شد، مثل اون روزی که از مادرش به دنیا اومده. این هم حرف درستیه. خب اونا گفتن نه آقا این 100 نفر کشته، خب این دیگه جایی برای بخششش نیست، حق اونا چی شد؟ خونای اونا چی شد؟ این هم حرف درستی. این داور گفت که آقا بیایید یه کار دیگه بکن. شما این از شهر گناه، مرکز گناهش حرکت کرده، گناه رو ترک کرده، میخواد بره به شهر که خودش رو بسازه، شهر نیکی، شهر خوبی. اگر اینجا میرفت کار خوب میکرد بهشت میرفت؟ همه گفتن بله. خب اگر اینجا میموند کار بد میکرد جهنمی بود؟ بله که خوب جهنمی بود. الان گفت شما بیایید این فاصله رو حساب کنید. اگه این به شهر خوبی ها نزدیک تر بود خب ببریدش به بهشت، اگه به شهر گناهش که مرکز گناهش بود نزدیک تر بود ببریدش به جهنم. دیدن که واقعا حرف به جایی است، این هم یک راه حلی است. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در حقیقت این به شهر گناه هنوز نزدیکتر بود، یه چند کیلومتر بیشتر نرفته بود. خداوند به زمین اشاره کرد که ای زمین از این ور جمع شو، از این ور گشاده شو که این به شهر چی؟ به شهر هدف نزدیکتر بشه. این انسانی که 100 نفر رو کشته، انسانی است که 100 نفر رو کشته، خداوند اینطور زمین رو امر میکنه که به خاطر اینی که این بره به بهشت جمع بشه، چون میخواد برگرد، چون میخواد برگشته به سوی خداش. خدا الان اینو میخواد، چون میخواد زندگی جدیدی رو شروع کنه. دقیقاً اینه که خداوند اصلا بندش رو میخواد. خداوند اینکه 100 نفر کشته ولو اینکه هر گناهی رو ازش سر زده باشه، همین گناهی که سر زده بزرگه، درسته، اما کافر و مشرک. حضرت خالد ابن ولید چی کارا که نکرد قبل از اسلامش، چه ضربه ها که به اسلام و مسلمان ها وارد نکرد. در احد مسلمان ها چه ضربه ای که ازش نخوردن، چه انسان هایی که به شهادت نرسیدن. درد احد رو پیامبر همیشه در زندگیش داشت، تا آخرین روز وفاتشون رفتن احد، با شهیدان احد خداحافظی کردن، ودا کردن. یعنی این همیشه در هر چند گاه بار میرفتن احد. این ضربه رو ببین. عمرو ابن العاص چه ضربه هایی که به مسلمان ها وارد نکرد قبل از اسلامش. وقتی این دوتا اومدن اسلام بیارن، خب اومدن دست دراز کردن که ما بیعت میکنیم و شهادت میدیم که دین اسلام حقه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی دستشون دراز کردن هر دو پیشون دستشو کشید. گفت چی شد؟ گفت که یا رسول الله یک شرط دارم. خب چیه شرطت خالد؟ عمرو میگه شرط من اینه که دعا کنید که این همه بدی که در حق دین کردم، این همه گناه که کردم، خداوند این گناههای منو ببخشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهشون گفتن که نمیدونید مگه که ان الاسلام یجب ما قبله، اسلام هر چی که قبلش بود همه رو پاک میکنه. توبه همینه.
توبه یک بازگشت هست، یعنی یک شستشو دادن بسیار خوب و انسان بعد از توبه صادقانه میشه انگار که تازه از مادر به دنیا اومده، هیچ گناهی نداره. وقتی میره حج خودش رو میشوره، خودش رو توبه میکنه، با اشک پشیمانی دلش رو صاف میکنه، انگار که از مادرش به دنیا اومده. شب قدر انسان رو همه گناهانشو میبخشه. خداوند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر چه گناه کرده خداوند در رمضان از انسان میگذره، در شب قدر از انسان میگذره، در همه این کارهای خوب بیانگر این است که این فرد برگشته، خدا این رو قبول میکنه. خب الان که تو نزد خدا قبول شدی، مرحله بعدیش این است که عروج کنی دیگه. جای تو پیدا کردی، خدا قبولت کردی، خدا گفت بیا، الان دیگه باید اینجا مرحله اصلاح هست. جناب دکتر، حالا قبل از اینکه مرحله اصلاح اشاره بفرمایید، در داستانی که شما ذکر کردید مسئله تغییر مکان و همین حرکت از جو قبلی به جو جدید چقدر تاثیر داره؟ تغییر مکان، تغییر محیطی که توش داشتیم زندگی میکردیم، تغییر اون فضایی که ما تو اون مرتکب این گناه شدیم، اون جوی که توش بودیم، یا جو دوستانه است یا جو کاره یا محیط خلوت خود انسانه یا به هر حال محیط درسه، هر جامعه است و محیط تفریحه، این محیط چقدر تاثیر داره در استمرار و استقامت بر توبه؟ چون اون چیزی که به هر حال این نفر 100 نفر رو کشته بود و حرکت کرد، حرکت و خارج شد از اون فضا، ظاهرا به نظر میرسه که واقعا ما در توبه و که بخوایم استمرار داشته باشه توبه، استقامت داشته باشیم، توی این زمینه هم باید یک حرکتی کرده باشیم. چقدر مؤثر میتونه باشه تغییر جو و فضا در استمرار و استقامت در توبه؟ به همون اندازه ای که فضا و محیط تأثیر داره در تغییر رفتارمون. ما در هر محیطی که باشیم رنگ میگیریم. اگه شخصیت انسان ضعیف باشه از دیگران رنگ میگیره، اگه یکم قوی باشه از نظر شخصیتی به خودش اعتماد به نفسش بالا باشه میتونه به دیگران رنگ بده. همینه که ما میبینیم که افراد وقتی که گناه میکنن دلشون میخواد که همه در اون مشکل شریک بشن. چرا؟ یک سیگاری احساس میکنه که کار بدی میکنه، اما وقتی که توی جمعی هست همه سیگار میکشن این کیف میکنه. چرا؟ احساس میکنه که همه مثل منن. خب اینه که انسان وقتی که یک کار میخواد خودش رو نجات بده باید فضای صالح رو پیدا کنه، باید دنبال یک محیط درست باشه. اولین کاری که میکنه رابطه پیدا کنه با خوبان. من میخوام خوب بشم باید با خوبان بگردم. از اون محیطی که هستم، اگه محیط منطقه من فاسد است، از اون اصلا خانه‌مو بردارم برم یک جای دیگه، برم یه شهر دیگه. تو این شهر من نمیتونم اون کسی که میخوام باشم، تو این محیط من نمیتونم خودم رو اصلاح کنم. هدف ما رسیدن به خداست، به رضایت خداست. الان کجا باشه همه زمین مال خداست. خب اینی که من بیام بگم که نه آقا اینطوری نیست، من نمیتونم کشورمو ول کنم، شهرمو ول کنم. صحابه و پیامبر مجبور شدن شهرشون رو ول کنن برن شهر دیگه. مکه رو ول کرد. مکه اونم چه؟ جایی که خانه خدا در اون است. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی هم رفتن میگریستند و میگفتند که ای مکه تو در قلب من از همه جای دنیا عزیزتری. اما مردم منو اینجا نگذاشتن که اون پروژه‌ای که من دارم، اون برنامه‌ای که دارم اونو پیاده‌اش کنم. من مجبورم که از اینجا برم تا به هدفم برسم، تا به هدف برسم، به اون پروژه‌ای که دارم اون رو اجرا کنم. الان من پروژه تغییر خودم رو دارم، من برنامه دارم که توبه کنم، برنامه دارم که انسان درستی باشم، محیط رو عوض میکنم، بعد قیمتش هم بپردازم. بله دیگه. حالا من میخوام به خدام برسم، بهشت در مقابل رضایت خدا، در مقابل بهشت دیگه هیچ چیزی نیست. چون بسیاری از مواقع متاسفانه جناب دکتر ما حاضر نیستیم به خاطر اون ثروتی که میخوایم به دست بیاریم چیزی رو پرداخت بکنیم. این همینه که به اصطلاح در سوره نساء ما داریم که وقتی که فرشتگان اومدن اون انسانایی که زیر
به اصطلاح زجر بودند و اینا رو گفتند که آقا شما چرا هجرت نکردید، چرا نرفتید؟ کان ارض الله واسعه، خداوند زمینش گشاد است. شما باید این جو رو عوض کنید، فرار کنید از اون باطلاق. تو باطلاق افتادی، حالا میخوای چیکار کنی؟ باید از این جو تو خود منطقت میتونی خب با افراد بدی که بودی از اونا کناره بگیر، دوستای ناباب ازش کناره بگیر، خانواده‌های بدی که داشتی ازشون رفت و آمد داری، رفت و آمد قطع کن، افراد ناشایستی که باشون در مرحله اول نگو که من اینا رو میسازم، بذار که منم درستشون کنم. اول خودت رو بساز. وقتی که اون اعتماد به نفس در تو هویدا شد، رشد کرد، در شکل و قیافت پیدا شد، حتی باید شکل و قیافت رو تغییر بدی. چون دکتر بعضی وقت ارتباط با اون افراد دوست انسانه، به هر حال محبت داره انسان با اون، به هر حال چند سال باش رفته، دل کندن از این سخته در ظاهر. دل کندن از گناه هم سخت بود. خب عادت کرده بود. الان باید این عادت‌ها رو تغییر بدید. از اون افراد وقتی شما یک کسی رو به خاطر خدا رها می‌کنید، خداوند بهتر از اون رو به شما میده. چون ما وقتی که در یک فضا زندگی می‌کنیم فکر می‌کنیم همینی که داریم بهترینه. مثل همون قورباغه اصفهان. قورباغه تو چایی به دنیا اومده بود، فکر می‌کرد دنیا همینه. آسمون بالا، زمین هم که هست. همه دنیا همینه. اما نمیدونه که بیرون چقدر وسعت داره. شما از این پوستت بیا بیرون، ببین که دنیا چقدر وسعت داره، چقدر انسان‌های خوب هستن تو دنیا. و این هم هست که باید اعلام کنی. باید همه جامعه بدونن که تو این کار بدو که اگه مشهور بود، اگه کارت همه میدونستن که تو این کار بدو انجام میدی، باید همه بدونن که تو توبه کردی. باید اعلام کنی. کار خیر رو همیشه باید اعلام کرد. من میخوام ازدواج کنم، آقا داد بزن، جار بزن، جشن بگیر، یک کاری بکن که همه بدونن که شما خواستگاری کردید. کار بد همونیه که به اصطلاح زیرکانه و به اصطلاح پوشش میدیم و زیرزمینی انجام میدیم. مخفیانه است. یکی از دوستان چند روز پیش از من میپرس که من مشکل دارم فلانم، چی میگه که ما کسی اومد خواستگاری، گفتیم یک نکاح محرمیت بخونیم. نکاح محرمیت چی بود؟ چون بابام نشست نمیدونم، همون بابای نمیدونم جوونه اومد همینجا نکاح محرمیت خوند. این فرهنگ زشتی است که به ما از جای دیگه از فرهنگای فاسد تزریق شده. ما نکاح محرمیت نداریم، آقا کسی اومد باید جار بزنی تا همه بدونن که شما از فلانی خواستگاری کردی، تا اهل خیری که به شما رو دوست دارن، عیبای اون رو میدونن، بیان به شما برسونن. وقتی که اهل به اصطلاح همه خوبان، همه افرادی که خیلی ها شما رو دوست دارن، خیلی ها خیر شما رو میخوان، خب اینطوری شما میتونید یه دیگه رو بیشتر بشناسید، خانواده‌های دیگه رو بشناسن. باید جار بزنید. کار خیر میکنی باید همه بدونن که کاری خیری شد. حالا ببینید در جامعه ما چقدر خیر هست. خیلی هست. خیلی از افراد هستن. این همه یتیم ما داریم، کی داره بهش میرسه؟ همین جامعه. این همه زن بیوه هست، این همه فقیر هست، اینا رو کی میرسه؟ ما مدیریت اصلا نداریم. یه چپاولگر نشستن، جامعه ها و کشورها رو چپاول میکنن. اما امت اسلامی به خیر هست. همه این کارهای خیر رو کی انجام میده؟ این جامعه. اما تو رسانه اینا رو نداریم. چرا؟ چون رسانه میخواد فساد رو در جامعه گسترش بده. حالا یک کار بدی در یک روستایی از روستای گمنامی که ما اصلا نشنیدیم اسمشو، در فلان جا در فلان کشور صورت میگیره، همه بوقای جهان میگن که آقا فلان جا همچین چیز بدی شد. میخوان که زشتی رو نشرش کنن، پخشش کنن بین مردم، تا اون زشت، اون پلیدی که در اذهان هست از بین بره. ما بیاد بیم نه، کار خیر رو گسترش بدیم، پخشش کنیم. فلانی توبه کرد، جار بزنه تو مردم که من توبه کردم. آقا هر جا هم میری با کمال افتخار هم بگه که بله الحمدلله خداوند به من این توبه منو قبول کنه، به من این توفیق داد که من اعتیاد رو ترک کنم. واقعا من در فلاکت بودم، واقعا من این عیب بدو داشتم که همه ازش خبر داشتن، الحمدلله من این رو ترک کردم. شکل و قیافش عوض کنه. سبیلای اینجوری سبیلاش دوستی اومده بود چند روز پیش دیدمش، آقا این سبیلاتو درست کن، یه سبیلای این چونینی میگم محاسن زیبا داشته بود، همه احساس کنن که تو عوض شدی.
شکل و شمایلت عوض شده، نحوه پوششت عوض شده، نحوه رفتارت، نحوه گفتارت، همه رو به مردم نشون بده که عوض شده. اینا خودش همین شکل‌های ظاهری اینا کمک میکنه که من درست باشم. وقتی همه میبینن که من میرم نماز، باید همه ببینن که من میرم نماز. نه به خاطر اینکه غرور داشته باشم، ریا کنم، اما به خاطر اینه که به جامعه برسونم که من اون فرد قبلی نیستم و من عوض شدم. در رابطه‌شون با من تجدید نظر کنن. در همه الان دوستی که تا دیروز میدونست که من کار بد میکنم، الان میفهمه که من دارم جار میزنم که من این کارو نمیکنم، من توبه کردم، الان دیگه از من انتظار نداره. جناب دکتر، مواردی که شما اشاره فرمودید ما در غرب شاید بیشتر این مورد رو میبینیم که خواهران و برادرانی که مسلمان میشن یک زندگی رو که داشتن، خب حداقلش اینه که مرتکب کفر و شرک بودن و هیچ گناهی مساوی نیست با شرک و کفر. از قتل نفس هم بدتره، یعنی از اون نفری که 100 تا 100 نفر بیگناه رو کشته بود هم جرم شرک و کفر بدتره. اما برای من جای سواله جناب دکتر، حالا یکی این عزیزان میان همین چیزی که شما فرمودید شهامت به خرج میدن، علنی هم میگن، اعلام هم میکنن، بعد انقدر هم ما اینها رو دوست داریم و خب واقعا هم ارزش این محبت و دوستی رو دارن، این شهامت رو به خرج دادن. اما در مقابل خب انقدر برای ما این شخصیت ها زیبان، به چشم یکی از اولیای خدا، یکی از دوستان خدا به اینها نگاه میکنیم و وقتی که به خودمون باز نگاه میکنیم، من مسلمون زاده ای که 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله مسلمونم، الحمدلله نماز میخوندم، روزه میگرفتم، عبادتام انجام میدادم، گهگداری پام لغزیده درسته، ولی خب از همون اول شرک نکردم، کفر نکردم و شاید اصلا 1/100 گناهانی که اون کرده بود هم من نکردم. اون توبه کرد، در چشم من شد یکی از اولیای خدا. اما من نوعی مسلمون زاده‌ای که 40 ساله دارم عبادت میکنم، بیشتر از اون هنوز خودم رو حقیر میدونم، هنوز احساس میکنم که انسان پستی هستم، انسان خوبی نیستم، گناهکارم. این تفاوت حس چرا من نمیتونم مثل اون باشم؟ چرا مگر اون توبه کرد تمام زندگیش عوض شد، در چشم منم عوض شد، من نمیتونم این تغییر رو در خودم ایجاد بکنم؟ آیا این فرصت برای من نیست که منی که تا حالا گناهان منم به یقین از اون کمتر بوده، چون حداقل کفر و شرک نداشتم، نمیتونم بهتر بشم از اون؟ من که مسلمون زاده هستم یک به اصطلاح پوینت خاص دارم. یعنی اون کسی که در غرب بود، خب کافر بود، اومد مسلمون شد، خب این هم فضل خداست، خداوند بهش توفیق داد و مسلمون شد و مبارکش باشه. و طبیعی هم هست انسانی که توی یک باطلاق سیاه بود وقتی میاد خورشید رو میبینه، زیبایی رو میبینه، خیلی لذت بیشتری میبینه. کسی که توی یک صحرا بود وقتی میاریش توی یک گلستان، توی یک جنگل، چه لذت میبره از اون زیبایی طبیعت. اما منی که تو جنگل اصلا بودم، این زیبایی ها رو از بس که دیدم اون لذتش رو نمیبرم. خب من مسلمون زادم، اینم فضل خدا بود، نعمت خدا بود بر من، یک نعمت ویژه بود. یعنی یک خواسته، یعنی اینی که خداوند منو میخواد. خب امام شافعی میفرمایند که اگر خداوند، انسان وقتی گناهکار میشه میگه که اگر خدا تو رو نمیخواست که توحید رو در قلبت نمیگذاشت. حالا که تو موحد شدی، ایماندار شدی، غیر از خدا رو نمیپرستی، شرک نمیکنی، نمیدونم نمیری پیش قبری، نمیدونی با خدا شریک قرار نمیدی، پس خدا تو رو خواسته، تو یک فرصت بیشتری داری. پس من باید اینجا خودم رو بیشتر امیدوار کنم به خدام، باید من بیشتر لذت ببرم از اون، باید این رو به خودم باور بدم که منو خدا میخواد. اگه منو نمیخواست که منو مسلمون نمیکرد، پس منو میخواد. الان من مسلمون یه مرحله از اون بهترم، پس الان که بهترم، نزدیکترم پیش خدام، باید خودم رو عزیزتر بکنم. شما ببینید ما با افراد، رابطمون با افراد چطور است. وقتی که من یک کسی رو آشنایی دارم، آشنایی سرسری، روابط ما همچین دیپلماسی است. اما با کسی که بسیار نزدیک هستی، خیلی خودمونی هستی. ما با خدامون باید خیلی خیلی خودمونی باشیم، اینقدر خدامون رو دوست داشته باشیم، اینقدر شناخت داشته باشیم. حالا اشتباه از ما سر میزنه، بله، اما باید این اشتباه هرگز نگذاریم که این اشتباه باعث بشه که ما به خدامون، به رحمت خدامون، به بخشایش خدامون که هر روز میگیم الرحمن الرحیم، به رحمانیت و رحیمیت خدامون بدگمان بشیم.
این رو نباید به خودمون اجازه بدیم. هرگز نباید به خودمون اجازه بدیم که گناه ما سبب بشه که به خدامون بدگمان باشیم. همیشه باید لذت ببریم از دوستی با خدا. همیشه باید خدامون رو در خودمون داشته باشیم. اینه که خداوند متعال به ما یک نعمت بسیار بزرگ داده که ما هر روز 5 بار رابطمون رو با خدامون آپدیتش میکنیم، یک وارسیش میکنیم، تجدید عهد میکنیم. 5 بار میریم مسجد. خب میشد که نماز رو حتما تو خونم بخونم؟ نه خیر، باید حرکت کنیم، باید بری به مسجد. همین رفتن به مسجد، همین حرکت، انگار که شما دارید میرید به چی؟ مسجد ما چی بهش میگیم؟ میگیم خانه خدا. ما داریم میریم به خانه خدا. بعد هم رو میکنیم به قبله. قبله کجاست؟ باز خانه خدا. یعنی همیشه ما رابطمون با کیه؟ با خدامونه. هرگز اجازه ندیم که این شیطانی که میاد ما رو وسوسه میکنه، میخواد ما رو از خدامون دور کنه، از بس که حقد و کینه قلبش رو پر کرده که خودش از خدا رانده شد، الان میخواد ما رو با خودش ببره. ما باید اجازه ندیم و باید بیشتر لذت ببریم از ایمان اون کسی که تازه مسلمان میشه. اونو وقتی ما میبینیم باید این دید ما به اون، وقتی اونو میبینیم چقدر فعال است، چقدر به اصطلاح توبه کرده، چقدر عبادت میکنه، چقدر لذت میبره، این باید در ما یک انگیزه‌ای پیدا کنه که ما بگیم نه بابا، ما که از اون بهتر بودیم، ما که از اون یک قدم بیشتر بودیم، ما باید بیشتر بکنیم. واسه همینه که من میگم که توبه فقط از گناه که نیست، توبه باید از کوتاهی ها هم باشه، از کم کردن نوافل، از اهتمام ندادن به سنت ها، از کارهای خوبی که خب همیشه به اصطلاح از ما خواسته نشده. مثلا زکات ما باید بدیم، این مال ما نیست، امانتی است پیش ما و خداوند به ما گفته که آقا این امانت رو شما برسون به این 8 نفر، فقیر و مسکین و نادار و ابن سبیل و فلان. اما صدقه چی؟ صدقه رو ما الان باید بدیم تا اگر کوتاهی در زمینه‌های دیگه داره اونو جبرانش کنیم. نوافل رو بخونیم تا جبران فرائضمون رو بکنیم. یعنی همیشه ما باید سعی کنیم که بیشتر و بیشتر خودمون رو پیش خدامون عزیز کنیم. همین یک پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که خداوند میگه که انسان با همین نوافل به من نزدیک میشه. از بس که نوافل انجام میده، کارهای خوب انجام میده، غیر از اون چیزایی که واجب است که باید انجام بده. آقا نماز میخونی، نماز باید بخونی، این فرض رو باید بخونی، نخوندی اصلا مسلمون نیستی. این به اصطلاح شناسنامه اسلامه. نماز، زکات، اینا که ارکان اسلامه، این شناسنامه اسلامه. این رو گرفتی الان، این کافی نیست. بعد از این باید اینقدر خودت رو پیش خودت عزیز کنی، شیرین کنی، با نوافل، با سنن، با خیرات، با دعا، با عبادت ها، با تا پیش خودت عزیز بشی. اون وقت خداوند متعال میفرماید که من چی میشم؟ من دستش میشم که کاری میکنه. یعنی چی؟ یعنی مهار دستش رو خود خدا به دست میگیره، مهار پاش رو خود خدا، مهار دهنش رو، زبانش رو، چشش رو. یعنی خداوند بهش توفیق میده کار خوب بکنه و از این کار خوب لذت ببره، به طرف خوبی ها بره، حرفای خوب بزنه، غیر از خوبی هیچی رو نگاه نکنه، بدی رو نگاه نکنه، نبیندش. جناب دکتر دوست داریم صحبت رو ادامه بدیم. میان برنامه رو اگر اجازه بدید ببینیم که بینندگان عزیزم خستگی رو رفع کرده باشن. بعد از میان برنامه با شما هستیم و پیام‌های شما بزرگواران و عزیزان و پاسخ به سوالات شما و ادامه موضوع. هفت گروه در زیر عرش کردگار، روز محشر جای بگیرند و قرار، خلقم در سختی و رنج و عذاب،
مردمان باشند در احوال خراب، مردمان باشند در احوال خراب. لیکن آن سایه دارند و نعیم در پناه لطف رحمان و رحیم. خوشلیق و خوشنود با اعمال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود. اولی هست پادشاه عدل و داد، آن که خلق از او نکردن آه و داد. عدل کرده در جهان بر مردمان، کس نبود از دستی او سوی فغان. دومی باشد جوانی حق شناس، آن که حق را در جوانی کرد سپاس. در جوانی با خداوندی جهان، خو گرفت و کرد طاعت در نهان. سومی آن مردی با مسجد قریب، آن که مسجد دوست دارد با یقین. چون که از مسجد شود یک دم رها، روحی او گردد از جسمش جدا. چهارمی آن مومن بهر خدا، مومن را دوست گیرد از وفا. بهر حق با او سلامی میکند، بهر حق از او جدایی میکند. پنجمی آن کس که در پنهان و راز، با خداوند میکند راز و نیاز. از سری شوق و محبت بر خدا، قطره ای اشک بیریزد در قفا. دیدگانش تر شود از شور و شوق، عشق حق بر قلبی او مانند تلق. ششمی آن که زن صاحب جمال، سوی خود را بخواند با سؤال. مرد بگوید من بترسم از خدا، خود رها سازد ز دست زن جدا. قلب و جسم و روح پاکش همچو آب، صاف است سرشار از مهر خدا. هفتمی آن کس که اندر این جهان، میکند انفاق در سر و نهان. کس ندارد از سخای او خبر، دست راستش از ید چپ بخبر. پس بکشیم ای مسلمانان دین، تا شویم از هفت گروه پر یقین. روز و شب کشیم اندر این خیام، تا به دست آید چنین جای و مقام. تا به دست آید چنین جای و مقام. هفت گروه در زیر عرش کردگار، روزی محشر جای بگیرند و قرار.
افگره در زیر عرش کردگار روزی محشر جای بگیرند با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و مهربانان. حقیقتا توبه مقوله‌ایه که همه ما نیاز داریم بهش روزانه. مسئله بازگشت به اصل، بازگشت به گذشته ها، بازگشت به پاکی ها، خوبی ها و برقراری رابطه مجدد با الله متعال. همونجوری که ما لباس های خودمون رو روزانه نیاز داریم که بررسی بکنیم، نظافت بکنیم، سر و وضع خودمون، ظاهر خودمون رو باید رسیدگی بکنیم. اگر چند روزی بهش نپردازیم، اگر چند روزی بیخیالش شده باشیم، دیگه دوربری ها هم نمیتونن ما رو تحمل بکنن. خودمون برای اینکه عادت کرده باشیم به سر و وضع نامرتبمون، اما دوربری ها رو آزار میدیم با ظاهر ناآراسته خودمون، با ظاهر نامرتب خودمون، با بوی تعفنی که خدای نکرده احیانا از ما دوربر رو فرا خواهد گرفت. لباس تقوا نیازمند توبه است، نیازمند شستشوه. اگر ما در چاله از مسیری که داریم میریم، مسیر دینمون، مسیر زندگیمون افتادیم و لباسمون در باطلاق‌هایی، در آلودگی هایی که در مسیر هست آلوده شد و این رو با اشک توبه خودمون نشستیم و اون رو پاک نکردیم، روز به روز این آلودگی ها بیشتر و بیشتر میشه و هیچ دلیلی هم برای ما باقی نیست. اگر بگیم گناهانمون زیاده، رحمت الله تعالی خیلی بیشتر از گناهان ماست. اگر بگیم ما بسیار بد کردیم، الله تعالی در بسیاری از آیات قرآن کریم میفرماید من تمامی گناهان شما رو میبخشم، بلکه فراتر از این. در سوره مبارکه فرقان آیه 70 میفرماید اگر کسی توبه بکنه، ایمان و عمل صالح داشته باشه، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله تعالی تمام بدیهای اونها رو به نیکیها تبدیل خواهد کرد. اگر فکر میکنیم ما انسان بسیار بدی بودیم و بسیار و فراوان گناه کردیم، کافیه که واقعا خالصانه مخلصانه رابطه بین خودمون و الله خودمون رو برقرار بکنیم، از اول زندگی زیبایی برای خودمون ایجاد بکنیم. ما با توبه به خودمون کمک کردیم، ما با توبه خودمون رو احیا میکنیم. الله تعالی نیازی به هیچ کدوم از بندگانش نداره و اسلام بی نیازتر از اینه که به من و شمای بیننده عزیز نیازمند باشه. بلکه ماییم که نیازمندیم به الله متعال، ماییم که نیازمندیم به دینش، ماییم که نیازمندیم به یک زندگی جدید. دین به ما یک زندگی جدید میده، یک حیات جدید میده، یک فرصت جدید الله تعالی به ما میده و این یکی از واقعا نعمتهای بزرگ اسلام به پیروانشه که پیوسته دروازه رحمت الهی با توبه بازه که ما در هر شرایطی، در هر لحظه از هر سن و صنف و جنسی که باشیم میتونیم فقط با یک لحظه فقط در دل خودمون نیت بکنیم و یک گام برداریم در این راه، ولو اینکه به هدف نرسیم، به شهر مقصود خودمون هم نرسیم، در بین راه مرده باشیم، باز هم الله تعالی به خاطر حرکتی که کردیم سرنوشت زندگی ما رو تغییر خواهد داد. اگر هر چقدر بد بودیم و بد کردیم و هر چقدر گناهان ما زیاد بوده، فقط با یک توبه خالصانه ما تمام پرونده سیاه خودمون رو نه تنها پاک میکنیم، بلکه تمام اون بدیها تبدیل به نیکیها خواهد شد و به تعبیر ساده تر میتونیم با یک لحظه برگشت خالصانه به سمت الله تعالی اسم خودمون رو از لیست جهنمیان در قعر جهنم نجات بدیم و به بالاترین درجات بهشت برسیم در یک لحظه توبه خالصانه. هیچ بهونه‌ای باقی نمیمونه برای ما. منتظر فردا نباشیم، منتظر پیری نباشیم، منتظر این نباشیم که فعلا من جوونم، من زیبام، من فعلا جمال دارم، باید کمی این آرایش ظاهر خودم رو بیرون به نمایش بگذارم تا جوانانی رو شیفته خودم بکنم، تا عده‌ای فریفته من بشن، تا ذکر نام من ورد زبون جوانها و محافل اطراف من باشه. هرگز به جوانی خودمون ننازیم که به شبی بنده فقط، و به مال خودمون هم ننازیم. اگر جوانی به تبی از بین رفت، مالمون هم در شبی
تباه خواهد شد. به فردا منتظر فردا نباشیم، چون هیچ ضمانتی نیست که وقتی خوابیدیم دوباره چشم باز بکنیم. بالاخره در یکی از همین شبها، این شب یا فردا، یکی از این روزها آخرین روز حیات ماست و یکی از این شبها آخرین شب زندگی ما. از همین شب، از همین الان، در همین برنامه، از همین الان قصد بکنیم، نیت بکنیم، یک زندگی جدید شروع بکنیم، یک انسان جدید بشیم و یک حرکت جانانه، مردانه آغاز بکنیم. اگر برادری، خواهری در اروپا مسلمان شد و مسیر زندگیش تغییر کرد، من و توی مسلمان خیلی اولاتریم به اینکه تغییر اساسی در زندگی خودمون ایجاد بکنیم، چرا که ما بودیم در این نعمت و قدرش رو فقط ندانستیم. جناب دکتر، من زیاد صحبت کردم به عرض پوزش. ادامه موضوع توبه فرموده بودید که ما یک بخشی از توبه برمیگرده به برگشتن به پرداخت، یا به تعبیر بهتر پرداخت و حقوق اطرافیان. در اطرافیان خودمان، انسان‌هایی که ما حول خودمان هستند، چه کسانی اولاترن به بازگشت به سمت اونها؟ ما به هر حال در حق هر انسانی که کوتاهی کردیم باید اون رو دلشو به دست بیاریم. خب اطرافیان ما، بیشترین افرادی که باشون تماس داریم، اونایی که به ما نزدیکترن، اونا رو زودتر دل شکسته میشن. شما وقتی که به یه آدمی که باش سلام علیک دور دارید بدی بکنید، خب به هر حال انتظارش هم میره و اینقدر تأثیر نداره. اما وقتی که شما دل عزیزتون رو میشکنید، دل مادر، پدر، اونایی که شما رو دوست دارند، شما دوستشون دارید، برادرها، خواهرها، خب اینا حق بیشتری دارن. خب توبه کردن، بازگشتن یا حق اونا رو ادا کردن هم نیاز به یک جرأت داره. اما باید این کار رو بکنید. یعنی اگر بخوایم توبه رو یا بازگشت رو بخوایم تصویر کنیم، مثل یک حرکت یک هواپیماست. میگن وقتی هواپیما حرکت میکنه تا بخواد از زمین کنده بشه، بیش از نیمی از سوختش رو میسوزونه. بیش از نیمی از سوخت فقط تو حرکتش میره، با بقیهش هزاران کیلومتر راه رو میره. پس این همین اول کار یه مقدار نیاز داره به یک جرأت و یک همت و ارزشش تو همینه. اون بنده خدایی که از شهرش رفته بود، همین اول کارو رفت. ماشین رو هول بدیم، هندل بزنیم، دیگه استارت رفته خودش میره تا حرکت نکنه، چون که انسان جاذبیتش به زمین خیلی قوی است، چسبیده به زمین. خب و رفتن به سوی خدا، عروج کردن، اون مرحله بعدی ملائکی شدن انسان هست، عروج انسان هست. وقتی خود تو از زمین کندی، از جاذبیت گناه خودتو کندی، بعد از اون آسون میشه پیش رفت. همینی که ما مثلا بریم از مردم معذرت خواهی بکنیم. شما ببینید چقدر خونها ریخته شده و میتونستیم فقط جلوی این خونه ها رو بگیریم با یه چی؟ با یه معذرت خواهی، با یه کلمه، آقا ببخشید اشتباه از من بود. چقدر میبینیم طرف میره تو مثلا راه، تصادفی شد، خب میشه، پیش میاد، اشتباه از کسی صورت میگیره، یک خسارت مادی هست، این خسارت مادی جبران پذیر هست. اما میبینیم طرف میاد، آقا کور بودی مگه ندیدی؟ باز این یه بدی به اون میگه، اون به این میگه، 2 نفر به هم میریزن، 4 تا از دوستای این پیدا میشن، 5 تا از دوستای این، شد یه خونریزی، انسانهایی کشته میشن. به خاطر چی؟ به خاطر یک چیزی که میتونستیم اینو خیلی خیلی ساده جبرانش کنیم. میبینید وقتی هم اینو ما میبینیم، چرا؟ چون در همین فرهنگ معذرت خواهی و بازگشت در جامعه ما رسوخ پیدا نکرده. میبینیم تا یه برحال اینو تو خیابونا داریم روزانه شاهد هستیم، اتفاق پیش میاد بین این و اون. به جای این که بیان اینا رو همونطور، ما چند وقت پیش تو سفری بودیم، راننده بنده خدا خوابش برده بود، زد سر مثلا چهارراه، پشت چراغ زد، بنده خدای جلو بود. الان اگه ما صبر بکنیم، تو همین لحظه صدها نفر جمع میشن، آقا چی شد؟ چی؟ همه باز پلیس راهنما میشن، همشون نمیدونم حکم میشن، دادگستر میشن، فلان میشن. من فوراً بلند شدم رفتم سوار ماشینش شدم. این جوونی بود، چند تا
بچه هم همراهش بود. آقا ببخشید اشتباه از ما صورت گرفته، حالا بریم یه جای میکانیکی. قصه تموم شد. بنده خدا هم خیلی جالب بود که بنده خدا روز دامادیش بود، میخواست بره بچه‌ای برده بود که بره براشون یه هدایایی بخره و به هر حال بچه‌ها رو خوشحال کنه. ما هم زدیم و برنامه‌شو خراب کردیم و گفتیم آقا پس شما برو به برنامه‌ات برس و ما بردیم به اصطلاح ماشینشو تحویل مکانیک دادیم، پرداخت کردیم، همه قضیه حل شد. یک خسارت مادی بود، نه ایشون به اصطلاح زیاد ضرر دید، نه برنامه‌اش رسید، همه چیز. اما میتونست اینجا جنگ بشه، میتونست زندگی این اصلا به هم به پشت الان خدای نکرده اگر ما هم دیوونگی میکردیم باش در میافتادیم این برنامه‌اش، خب طرف شاید میرفت به کار مهمتری، میرفت مادرش تو بیمارستان باشه فلان باشه. ببینید چقدر خطرات ممکنه به وجود بیاد فقط به خاطر یک ببخشید. خیلی جلوی خیلی از خونه ها گرفته میشه، خیلی از خونریزی ها بین ملت ها، بین قبیله ها، خانواده ها، دشمنی ها بین کشورها، فقط با یک معذرت خواهی که ما بتونیم حق اون رو ادا کنیم. ما کوتاهی کردیم. وقتی من کوتاهی کردم در قبال انسانی، باید این شهامت رو داشته باشم که این مسئولیت کار خودم رو بپذیرم. اشتباه کردم و اون طرف مقابل هم باید این شهامت درش باشه که قبول کنه. نکرد من باید باز تلاش کنم. بارها یک قصه زیبایی رو ما در سیرت صحابه داریم که روز بگو مگویی شد. خب این بین هر انسانی به وجود میاد، دوستایی که با هم هستن به هر حال یک نمک رابطه هست. بله یک الان ببینید در بین صحابه رابطه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما چقدر عمیق است و مستحکم است. هر دوتاشون دوتا عزیزترین افراد رسول اکرم صلی الله علیه و آله. همه اینو میدونن، حتی کفار مکه هم میدونن. در احد ما شاهد بودیم وقتی اومد گفت ابو سفیان داد کشید آقا محمد زنده است، ابوبکر زنده است، عمر زنده است. میدونه که اینو چقدر به هم دوختن. ابوبکر عمر بینشون بگو مگویی شد. خب حق با عمر بود، ابوبکر اینو فهمید. بعد عمر هم قهر کرده بود رفت خونش. ابوبکر رفت خونش در زد گفت که ببخشید من اومدم معذرت خواهی کنم، اشتباه از من بود، پوزش می‌طلبم. عمر خیلی داغ بود و عصبانی در و بس هیچ هم هیچی نگفت. این به اصطلاح این طرف ابوبکر این شهامت رو داشت که بره پوزش بخواد، اما هنوز عمر داغ قبول نکرد. بعد ابوبکر خب چه کار کنم؟ راه حل کجاست؟ برم پیش عزیزم رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوان رفت پیش رسول الله که یا رسول الله من در حقش بدی کردم، الان از من نمیگذره، چیکار کنم؟ عمر یه مقدار که سرد شد گفت چه اشتباهی بزرگی من کردم. اومد اشتباه کرده بود، اومد معذرت خواهی، من معذرتشو قبول نکردم. یعنیش الان عمر که دنبال ابوبکر میگرده که بره معذرت خواهی کنه، آقا ببخشید من اشتباه کردم که حرف شما رو نگرفتم، ببخشید. هر جا میره ابوبکر نیست. شنید که ابوبکر رفته پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله، رفت اونجا که ازش معذرت خواهی کنه که من عذر شما رو نپذیرفتم. طبیعی است بین انسان ها موردی پیش میاد، اما نباید این باعث بشه که ما دست رد بزنیم بر کسی که پیش ما اومد عذرخواهی میکنه. اون حقی که ما برش داریم اونو میخواد ادا کنه، احساس گناه میکنه، احساس مسئولیت میکنه در قبال ما. ما هم باید این دل و جرأت رو داشته باشیم که اون رو بپذیریم، حقش ببخشیم. حالا داره حق ما رو میخواد ادا کنه، ما هم باید باش را بیفتیم. جناب دکتر بعضی وقتا در بحث معذرت خواهی که شما فرمودید، خب انسان احیانا بیمهری کرده که روش نمیشه بره بگه به دوستش و یا به هر حال از اقوام و خویشاوندان خودش یا همسرش، پدر و مادر، خواهر برادر، دوست آشنا، و احیانا شاید یک خیانته، اصلا کلا یک جنایت مرتکب شده و اگر این رو بره مطرح بکنه شاید همین رابطه ای هم که الان داره این رابطه کلا از هم بپاشه، شاید این رابطه کلا تحت شعاع اون داستان قرار بگیره. آیا این الزام وجود داره که حتما انسان در هر کاری اتفاقی که افتاده، کوتاهی کرده، بیمهری، جنایت، خیانت، حالا من تعبیر جنایت شد تعبیر تندی است، من خب به هر حال میخوام بگم بالاترین سطح ممکنشم
در نظر بگیریم. آیا نیاز هست؟ من چون در پیام هایی که اومده، گرچه بسیار از عزیزان پیام هایی که فرستادن پیام هایی است که مربوط به مباحث هفته های گذشته ماست در بحث ازدواج و حقوق متقابل و مباحث دیگر، اما یکی از این پیام ها خواهری همچین مسئله را اشاره فرمودن که به هر حال من کوتاهی زیاد کردم در حق همسر خودم، متحرم هستم و 2 فرزندم داشتم و بالاخره توبه کردم و تعبیرات خودشون خیلی تندتر است، من فقط نقل به معنا میکنم، شاید تعبیرات مناسب نباشه اینجا استفاده بکنیم. و گفتن چطور میتونم مطمئن باشم که الله تعالی از اون زندگی، حالا تعبیرشون کثیفه، من میخوام بگم که این شدت تعبیر رو بگم، از اون زندگی کثیفی که قبلا داشتم و الان توبه کردم، همسرم هم نمیدونه، چطور مطمئن بشم که الله تعالی منو میبخشه و یا اصلا میبخشه یا نه. بعضی از این موارد رو آیا نیاز هست، مثلا این مسئله مثل این رو نیاز هست انسان مطرح بکنه برای معذرت خواهی یا نه همینطور دیگه خودش بین خودش و الله خودش؟ ببین، من یک خیانتی کردم، یک اشتباهی کردم، خب من اینجا چند حقوق رو ضایع کردم. یکی همون حق خداست که من انحرافی که من ایجاد کردم سبب شده، این کوتاهی است در حق خدا و در حق خودم هم و در حق طرفی دیگر. جامعه میتونه باشه، شخص میتونه باشه، خب تنها جامعه شخص نیست، جامعه هم هست. کسی که اومد یک کار بدی کرد، خب همین که یک سوژه بدی رو در جامعه رشد داد، نمایان داد، به جامعه خیانت کرده. الان باید همه اینها رو من اصلاح کنم. جانب خودم با خدا این رو با توبه صادقانه با خدام راز و نیاز کنم، گریه کنم در پیش خدا و ثابت کنم برای خدام که من برگشتم. توبه است. بعد از توبه همین مرحله ایمان خودم رو با خدام قویش کنم. مرحله بعدش کار خوب. من همونطور که یک نماد بد بودم برای جامعه، بیام یک تصویر زیبا باشم برای جامعه. همونطور که جامعه به من به شکل بدی نگاه می کرد یا از من بد آموزیش، به هر حال من بد آموزی رو در جامعه رشد دادم، بیام اون رو اصلاحش کنم، عنصر نیکی باشم. الان طرف دیگر، اون طرف دیگه خب به هر حال من دلش رو شکستم، یا حداقل اگر خبر بشه که من چی کردم، اون وقته که دلش واقعا شکسته میشه. اما یه چیزی هست که خداوند این پرده‌ای گذاشته که اون خبر نداره. این شایسته مؤمن نیست که وقتی که یک پرده‌ای رو خداوند گذاشت به روی شما اون پرده رو کنار بزنید. پرده پوشی نگه دارید. باید اون پرده پوشی رو نگه دارید. همونطور که خداوند شما رو در یک پرده‌ای به اصطلاح به هر حال گناه رو سر زد، طرف متوجه نشد. الان شما باید بیاید این رو جبرانش کنید. همونطور که شما در پشت پرده موندید از این گناه، بیایید این ور پرده اینقدر خوبی کنید، اینقدر اون طرف رو دلش رو به دست بیارید که اگر مثلا این خبر بهش میرسید، در مقابل این خوبی هایی که شما دارید میکنید و کردید، اون بتونه از شما در بگذره. باید همه این جوانب رو مراعات کنید. حق خودت با خدات این رو حلش کنید. این ظلمی که به خودت انجام دادی، این تلخی معصیتی که تو خودت کردی، این رو باید شستشو بدی با توبه صادقانه و با عبادت زیادی. اینقدر باید در عبادت شیوا و زیبا باشی که خودت لذت ببری، از خودت خجالت نکشی، افتخار کنی و همیشه شکرگزار خداوند باشی که خداوند یک دریچه رحمتی به رود باز کرد. همینی که این خواهر عزیز همچنین مورد رو مطرح میکنه یعنی چی؟ یعنی اینی که این انسان تو دلش انسان خوبی هست، یعنی اینی که خداوند این رو میخواد، یک فضایی از خوبی براش باز شده. همینی که احساس گناه میکنه یعنی اینی که این خیلی نزدیکه به خداش. باید از این فرصت استفاده کنه، نگذاره که باز تکرار گناه اون رو از خداش ناامید کنه. چرا که از خدا فقط کافرها هستند که از خدا باید ناامید باشند. مؤمن هیچ وقت از خداش نباید ناامید باشه. بیننده دیگری هم در همین موضوعی که شما فرمودید پیامی فرستادن که
سلام ببخشید من چند روز پیش کفر خدا رو کردم ولی بعد از چند لحظه پشیمان شدم و طلب مغفرت و توبه به درگاه خدا کردم. حالا میترسم توبه‌ام پذیرفته نشود. چه کار کنم که دلم آرام بگیرد؟ و با تشکر از برنامه‌تون. و جناب دکتر، حالا شبیه این موارد ما موارد دیگری هم داریم در پیام‌هایی که عزیزان فرستادن. چگونه میشه مطمئن شد یک انسان، من نوعی بعد از توبه خودم چطور مطمئن بشم که الله تعالی توبه منو قبول کرد؟ شرایط توبه مقبول چیه؟ یعنی چطور میشه امیدوار بود که من دیگه الان حداقل در دل خودم این آرامش به من دست بده که اینقدر عذاب وجدان نداشته باشم نسبت به گناهی که کردم و بعد از طی این مراحلی که شما فرمودید، بعد از پشیمانی و بعد از ترک گناه و بعد عزم و جزم بر عدم تکرار گناه و پرداخت حقوقی که بوده تا حد ممکن، چطور میشه مطمئن شد که حداقل نگیم مطمئن، حداقل کمی تسلای خاطر داشته باشه انسان که بتونه امیدوار باشه به پذیرش قبول توبهش؟ در مبحث رابطه بنده با خدا اخلاص مهمترین مورد است. وقتی که من اخلاص دارم و فقط و فقط خدا مد نظر هست، خود به خود در من یک لذت ایمان به وجود میاد و خود به خود من از اون کاری که میکردم یا از اون گناه هم متنفر میشم. همین تنفر من از اون گناه، از اون بدی، همینی که من وقتی بیادش میافتم احساس میکنم که خیلی بد بودم، این خودش علامت اینه که من پذیرفته شدم. خودش علامت اینه که خدا توبه من رو قبول کرده و الا من احساس گناه نمی کردم، احساس این نمی کردم دیگه. وقتی اون گذشت، وقتی که من توبه کردم، باید حسن ظن داشته باشم به خودم، بدگمان نباشم به خودم که خداوند منو نمی بخشه. شاید خداوند منو نبخشه. در رابطه بین بنده و خدا نباید چیزی به نام شاید باشه. من توبه کردم، خدا منو بخشیده، باید مطمئن باشم که خداوند منو بخشیده. اینقدر رابطم با خدام. ببینید وقتی شما با یک دوستی خیلی علاقه دارید، خیلی با هم نزدیکی، شما من میگم که آقا با علی رو میخواستیم برای برنامه‌ای، شما میگید که قبوله، میاد، میگم بابا برو باش مشوره کن، یه چیزی بهش. میگه نه آقا من میدونم دوست منه، میشناسمش، اون حتما قبول میکنه، من بهش بگم قبول میکنه. باید رابطه بنده با خداش اینطوری باشه که من توبه کردم، من خدامو میشناسم، خدام از من درگذشته، دیگه نیاز نیست که شلاق بردارم خودم رو شکنجه بدم که 10 سال پیش من همچین کاری کردم. نه آقا، خدا منو بخشیده و من باید ثابت کنم که مرد میدونم، همون لیاقت این بخشش رو داشتم. من این بدی رو کردم، خدا از من درگذشت، من باید ثابت کنم برای خدام، به نمایش بگذارم که من لیاقت این کرم تو رو داشتم. خدا وقتی تو منو بخشیدی، من این کارهای خوبم کردم، این همه کار خوب کردم و بعد هم ایمانم هست که خداوند متعال به من میگه که ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو پاک میکنن. من این خوبی ها رو کردم، من مطمئنم که خداوند از من میگذره. باید به خدامون خیلی خوشگمان باشیم. این خوشگمانی رو چطور وجود بیاریم؟ همین که خدامون رو بشناسیم. یکی از نقطه های بسیار بسیار مهم اینه که ما باید خدامون رو بشناسیم. خیلی وقتاست ما فکر میکنیم خدامون رو شناختیم. ببینید خدا وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم پروردگار رو معرفی میکنه، وقتی قرآن اسماء الله الحسنا رو معرفی میکنه، صفات خدا رو معرفی میکنه، تا من ندونم که خدام بخشنده است، تا وقتی ندونم که خدام رحمان رحیم هست، چطور مهربونی و خدا رو احساس نکنم، چطور لذت میبرم از عبادتم؟ تا من ندونم که خداوند جبار هست، قهار هست، بازخواست کننده هست، منو محاسبه میکنه، از کوچیک و بزرگ من آگاهه، همه چیز باید جوابگو بشم، من مسئولم، چطور از خدام بیم داشته باشم، ترس داشته باشم؟ باید اسماء الله الحسنا رو خوب بدونیم. تنها دونستن کافیه یا باید اینا رو احساس کنیم، درکش کنیم، تو وجود خودمون احساس بکنیم که یعنی فهمیدیم واقعا معنای رحیم رو، رحمان رو؟ چون خیلی از ما خب میگیم خدا بخشنده است، خدا مهربانه، گفتن میگیم. و حالا این دانستان، من اینو میخوام سوال بکنم برای خودم مثلا، که این دانستان آیا به مجرد این که من علم دارم و آگاهی دارم نسبت به این مورد کفایت میکنه یا نه؟ فراتر از این دانستان، فراتر از اون دانستن
عرفی جامعه ماست. دانستنی ما نداریم که علم باشه. علم خب تو کتابا هم هست، باید ما ازش لذت ببریم، اونو احساسش کنیم، تو زندگیمون داشته باشیم، باش زندگی کنیم. خب همین چند روز پیشی که از دوستان یک به اصطلاح تو واتساپ یک تصویر بسیار زیبایی رو، یه فیلم بسیار زیبایی رو فرستاده بود. چند نفرن رفتن یه جایی، یه چوپونی هست بی سواد، خب باش نشستن میگن که آقا اینجاست، میشه یکی از همین گوسفندا رو بدیم ما یک پولی بهت بدیم ازت بخریم؟ گفتیم گوسفندا از من نیست، چطور بفروشم؟ بابا صاحبش که خبر نمیشه، بهش میگی که آقا گرگ خوردش، میگه خدا رو چه کنم؟ ببینین این اسماء الله رو حفظ نکرده، اما شعور داره که خدا اونو هر جا باشه میبینه، فردا جوابگوست جلوی خدا. اینو هم بهش میگن که آقا ما بهت خیلی پول میدیم، ما 5-6 میلیون میدیم، بیشتر میدیم، هر چی میخوان اونو به اصطلاح چیز کنن. این نمیگه نه، فردا میگه اگه هر چی مال دنیا رو هم بدی من این خیانت رو نمیکنم. چوپون هست اما چی؟ خداش رو شناخته. این باید در دل ما باشه، خدامون رو خوب بشناسیم و این رو در زندگیمون داشته باشیم، هر لحظه‌مون احساس باشه که خداوند ما رو میبینه. این حس رو چطور میشه تقویتش کرد؟ این حس رو ما میتونیم با نزدیک شدن به خدا، با عبادت ها. وقتی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما تشویق ما میکنه که نوافل زیاد بخونیم، نماز زیاد بخونیم، عبادت زیاد بخونیم و علم و دانش هم در کنارش. چرا ما زندگیمون همش مسیری است برای رسیدن به خدا. وقتی میخوایم که مهندس بشیم حاضریم که بریم چقدر زحمت بکشیم که آقا من بشم مهندس، حقوق بگیر بشم، زندگیم مرفه بشه. واسه رسیدن به یک رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی من چقدر جون میکنم؟ خب من میخوام که رفاه ابدیت آخرت رو هم به دست بیارم، میگم باید به خودم زحمت بدم، به خودم زحمت بدم، مطالعه کنم، با قرآن خودم رو انس بدم. وقتی که در قرآن و در فضای قرآن انسان زندگی میکنه خداش رو میشناسه، با خداش حرف بزنه. در عبادت شما با خدا حرف میزنی، در نماز با خدا حرف میزنی، در وقتی قرآن میخونی خدا با تو حرف میزنه. اینقدر رابطه باتون صمیمی باشه باید بین عبد و بنده و خداش که هی حرف بزنه با خدا، حرف خدا رو بشنوه، که دیگه این رابطه وقتی که هر چه شما به خودت نزدیکتر باشی بیشتر خودت رو میشناسی. همونطور که انسان به دوستی هر چه صمیمیتر باشه، نزدیکتر باشه، بیشتر با اون آشنا میشه و اون رو میشناسه. وقتی ما خدامون رو شناختیم دیگه همه چیز حله. رابطه ما با خدامون وقتی صمیمی شد دیگه هیچ مشکلی نداریم. از چه غم دارم؟ وقتی خدا روزی رسانه از چه غم دارم؟ وقتی میدونم که اگر همه انس و جن جمع بشن که به من ضرری برسونن و خدا نخواد نمیتونن، از چه غم دارم؟ از کی میخوام بترسم؟ خب اینجاست که انسان اصلا شخصیتش عوض میشه. نه غمی داره، نه اندوهی داره، نه ترسی داره، نه واهمه‌ای داره. اینجاست که شجاعت به خرج میده. در همه جا میبینی که شخصیتش هویدا میشه. این شخصیت انسان است. شخصیت نرمال یک انسان طبیعی این است که خودش باشه، از کسی واهمه نداشته باشه، از ترس و به اصطلاح استرس و نمیدونم هیچی نداشته باشه، همیشه احساس سعادت میکنه. تا وقتی که انسان احساس سعادت نکرد یعنی اینی که یک ریگی تو کفشش هست. چون ما حدوداً 5 دقیقه وقت داریم هنوز تا پایان برنامه. من فقط این موضوعی که شما اشاره فرمودید واقعا حتی تصور این لحظه، یعنی این ارتباط دوستی بین بنده و الله بسیار زیباست. یعنی وقتی انسان تصور میکنه که با کسی دوست میشه که مالک کل عالمه و تمام زیبایی های مطلق هم از آن او علم مطلقه، یعنی تمام صفات محسنه شایسته ذات است. و خب حالا این تصور پیش میاد که وقتی رابطه دوستی هست، محبت هست، بخشش هست، خب متاسفانه میشنویم بعضی جا خدا کریمه، خدا بخشنده است، خدا رحیمه، خدا دلت پاک باشه، این چیزا مهم نیست، خدا میبخشه. این آیا جایی داره در این رابطه این تصور؟ چون خیلی از عزیزان این تعبیر استفاده میشه. چرا این کارو میکنی؟ بابا خدا بزرگه میبخشه، خدا که نیاز به نماز ما نداره، خدا که نیاز به روزه ما نداره، خدا که نیاز به این چیزا نداره. این تصور گهگداری سبب میشه که حالا این تصور رو شما اصلاح بفرمایید اگر اشتباهه. این تصور سبب میشه که انسان جری بشه نسبت به گناه کردن.
چون رابطه دوستی غالبا انسان میگه خب دوستمه دیگه، من اگه این کارم بکنم شاید یه چیزی بگه، حالا گذر میکنه از من. این تصور آیا در رابطه بنده با الله جایی داره؟ یعنی تا بنده بیشتر خداش رو بشناسه، عظمت خدا در قلبش بیشتر میشه، محبت و رابطش با خدا قوی تر میشه. این کسی که میاد همچنین حرفایی میزنه این خداش رو نشناخته. وقتی خداش رو نشناخته است که اینطور به اصطلاح پوچ حرف میزنه، اینطور انگار که خدا براش هیچ ارزشی نداره، هیچ قداستی نداره، هیچ مکانت و عظمتی نداره. ببین انسان تا بیشتر به مادرش نزدیک میشه، احترام مادر در قلبش بیشتر میشه، محبت مادر در قلبش بیشتر میشه. وقتی میخوای یک کاری بکنی میگه نه شاید مادرم ناراحت بشه، از من دلخور میشه، نمیخواد اون دوستی و محبت زیر سوال بره. آفرین. اون رابطه کمرنگ بشه. وقتی هم که با خداست دیگه، باز عظمت خدا وقتی که باشه دیگه اونجا همیشه همونطوری که امید داره به بخشایش خدا، همونطور هم بیم داره. چرا که هرچه انسان با کسی نزدیکتر باشه زودتر ازش دلخورم میشه. واسه همینه که ما میگیم که حسنات الابرار سیئات المقربین. یه چیزی هست که آدم عادی اگر انجام بده پیش خدا شاید ارزش داشته باشه، خوبه، کار خوبی هست. آدم عادی بیاد نماز بخونه، روزه بده، توبه کنه، خوب است، توبه از گناهش بکنه، خوبه. اما برای یک کسی که نزدیک خداست دیگه گناه اصلا نباید باشه که به توبه برسه. الان توبه از چی میکنه؟ از کوتاهی ها. پیامبر خدا از چی میخواد توبه کنه؟ معصوم. همه چیزو داره 20، در همه مورد 20، گناه هم نداره. اما نه، باز هم میخواد یا رسول الله شما چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ این همه نماز، این همه زحمت، این همه عبادت، پاهاتو ببین ورم کرده. صحابه بهش میگفتن پاهات ورم کرده، تو حالا بهشت که تضمین شده از واسط، گناهی هم که نداری، صبح تا بعد ظهر با جبریل داری به اصطلاح نشستی و صحبت، دیگه شما چرا؟ میگه افلا اکون عبدا شکورا. این همه نعمت خداوند داده به من، بنده شکرگزار خدا نباشم؟ این کیه؟ رسول خداست. صحابه ای که پیامبر بهشون وعده بهشت داد بازم میترسیدن نکنه که من لیاقت این مکانت رو نداشته باشم و فردا باید جوابگو باشم. پس اینی که انسان تا بیشتر خداش رو بشناسه در مقابل خداوند بیشتر محتاط میشه، بیشتر جانب این رو میگیره که نکنه که من کوتاهی کرده باشم. حالا از گناه که دیگه اصلا دوری، اینجا میمونه که فقط حتی کوتاهی نباید ازش سر بزن. جناب دکتر وقت برنامه به اتمام رسید، گرچه بسیار دوست داشتیم که این موضوع زیبا رو همچنان ادامه میدادیم. اگر شما صحبتی با بینندگان دارید در چند ثانیه‌ای بفرمایید تا من فقط از شما و بینندگان عزیز کمال تشکر رو دارم که تا این لحظه با ما همراه بودید و از شما به خصوص که همچنین فرصتی رو دادید که تا با بینندگان بشینیم و در یک مفاهیمی که بتونیم خودمون رو بسازیم شریک بشیم و از خداوند متعال میخوام که به ما توفیق عمل صالح و نیکو بده و ما رو از زشتی ها و پلیدی ها و بدی ها دور نگه داره. آمین. منم تشکر میکنم از طرف خودم و بینندگان عزیز از حضور شما در این برنامه و همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه ما رو تحمل کردید. ما ان شاء الله از برنامه بعدی همون مباحث گذشته رو پیگیری خواهیم کرد و در طول هفته میتونید به پیامکی که در زیرنویس کانال همیشه هست میتونید پیام بفرستید و ان شاء الله حتما به تمام پیام های شما خواهیم رسید و مباحث رو باز خواهیم کرد و پاسخ اونها رو دریافت خواهید فرمود و از الله متعال خواست داریم تا همه ما و شما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. گذشتگان ما و شما، پدران، مادران، خواهران، برادران، فرزندان، دوستان، آشنایان و تمام امت اسلامی و همون کسانی که قبل از ما از خواهران و برادران و مسلمان ما از دنیا رفتن، همه ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده و ما رو در کنار رسول صلی الله علیه و سلم در بهشتش محشور بکنه. سفیان ثوری رحمه الله میفرمود اگر در روز قیامت به من اختیار داده بشه که حساب اعمال تو رو و کتاب اعمال تو رو به دست مادرت بسپاریم یا الله متعال، کدوم رو انتخاب میکنی؟ حتما خواهم گفت الله متعال، چون میدونم که بیشتر از مادرم من رو دوست داره. فراموش نکنیم که پروردگار ما کیست. به امید آن روز که همه ما بندگان خوبی باشیم برای الله متعال، محتاج دعای خیرتان هستیم. تا برنامه بعد همه شما رو به الله
متعال می‌سپاریم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر. شکر الله لكم.